ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و علیکم استاد السلام. جان، در درس محمد معروفی راسخی بودیم امروز. یک برادر آمد سوال داد که یعنی عقیده شما چی خیلی است، این مسئله یک بیان کنید. و محمد راسخی سخن گفتی، سخناش خوب بود. امی اخیران سخنی که گفت درباره ملت تاجیک، بسیار تاجیک را چی کرد میگه قوم پرستی. یعنی همین خیلی سخناش یا بیان میکردیم مردم در فیدن نغلطن. نفهمیدم برادر مقصد شما سخن شما. یک مقصد چیزی را بیان میکردن که مردم به فیده نغلطن، یعنی که شما بسیار مردم را قوم پرستی کردن، یعنی بسیار از تاجیک مقصد طرفداری کردن هم خیلی سخن ها. حاضر اینجا همراه کردید محمد معروف روسیخ رو، مرو، این اون چین به هم دیگر پیوست دارد. من نفهمیدم. نه استاد جان خطا نفهمید. یعنی که یک جوان سوال کرد از اون که ممکن است همراه گوش کردن عقیدش خیلی گفت که بله عقیدش خوبه. یعنی اخیران سخنی که گفت درباره مردم تاجیک این فلکت یشید در اینجا گفت همه کمی خوب نشه، یعنی بسیار قوم پرستی مثلا تاجیکا را بسیار چی گفته همه خیلی سخن ها. انا یک بیان کنه که مردم در فیدن نغلطن. استاد جان بارک الله فیکم. ببینید ما بار دیگر میگیم در حق شیخ محمد معروف روسیخ ما گمانمون نیک است، اگر چیزی گفته باشند والله اعلم. ما در حیرت میمونیم، در حق این مشایخ خیلی در حیرت میمونیم که در وقت نازکترین مسئله را نفهمیده ما را نمومه قوم پرستی به میبرند. وقتی که اینها در مسئله عذر بالجهل، در مسئله عذر المشرک سکوت کرده بودند، ما آداب و اخلاق رعایت کرده بودیم. لیکن در مسئله توجیکای ما، مسئله که این قوم ما هست و این قوم ما باید دردش به پرابلمش به و این قوم ما باید مشکلش به گاوزنه، ما نمومه قوم پرست برآورده. این دلالت میکند که در مسئله یعنی انا همچنین معامله ها یعنی کمی عجله میکنند و کمی مشکلی دارند. این یگان قوم پرستی نیست برادر عزیزم، این قوم پرستی نیست. هر یک دعوتگر از قوم خودش، از پرابلم قوم خودش باید صحبت بکنه. نظر بکنید کتاب های ابن تیمیه رحمه الله را که در هر یک مسئله، هر یک پرابلمی که میشد در اساس همون مشکلی در همون واقعه صحبت کردن. مثلا کتاب عقیدة الواسطیه، نامش چرا واسطیه هست؟ برای این واسطه است که اهل واسط از محمد ابن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله طلب کردند. حضرت ابن تیمیه نام کتابشان رو انا همون منطقه گذاشتن. این قبیله گرایی نه که، این منطقه گرایی نه، بلکه این مشکلی همون منطقه که بود به خاطر همون منطقه این نام کتاب عقیده واسطیه شد. این منهج همه علما هست. این منهج همه علما هست که وقتی که یک مشکلی در یک قوم به وجود می آید در بالای همون قوم صحبت میکنند. آخر در بالای تاجیکستانی پرابلم شود، من درباره ایرانی صحبت نمیکنم، من درباره فلسطینی صحبت نمیکنم، من درباره سعودی صحبت نمیکنم یا در جزیره بودگی، من درباره افغانی برادرهایی که موحد هستند صحبت نمیکنم. مشکلی در بالای کی است؟ مشکلی در بالای تاجیکو است. در کدام منطقه این تاجیکو؟ در بنان تاجیکستان گفتن اینجا هستند. من باید در بالای اینها صحبت کنم، زیرا که امروز مشکلی مصیبت بالای همینها است. دیگرها این مشکلی مصیبت به همراه نیستند. ما حالت اینها میفهمیم، درستتر از دیگرها میفهمیم. اینها قوم مایند، ما اینها ضررشون میفهمیم، ما اینها فتنه های عقیدوی میفهمیم. ما اینجا چی بازی ها، چی لعبه ها، چی دسیسه ها، چی فتنه ها رفته شده است ما میفهمیم. اگر ما اینجا تاجیک گفته، تاجیکستان گفته گپ نزنیم، چی گفته گپ زنیم؟ امریکا گفته گپ زنیم؟ این قومگرایی نه. عقل باید هم مشایخ هم برادرهای ما استفاده برن. ما چی گفته صحبت کنیم؟ من امریکا گفته صحبت نمیکنم که وقتی که درباره مردم تاجیک مشکلی رفته شده است، وقتی که قوم درباره من یک قبیله و یک قوم گپ زدم، این قبیله گرایی نه. این چی است؟ این مشکلی یک قوم رو حل کردن. شاید درباره این بجای ما دیگه علما و به دیگر بجای ما طالب علم های با مجتهدتر می بود، شاید کتاب می نویس، در رو میخست یک کتاب می نویس که نصیحت به تاجیکان ماوراء النهر گفته، یک کتاب می نویس. ممکن اگر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله زنده می بودن در این خیل واقعه یک کتاب می نویسن. ریسک درباره همون منطقه رساله های محمد ابن عبدالوهاب ببینید، رساله های ابن تیمیه رحمه الله ببینید،
هر یک حادثه در یک منطقه شود درباره همون منطقه کتاب می نوشتند، همون منطقه به نصیحت میکردند. نام این قبیله گرایی گفتن، این فتنه کردن، این یک طالب علم اهل سنت به از عقبش طعنه زدن، این یک طالب علم اهل سنت طعنه زدن و آبروش پست کردن به مشغول شدن است. این خو مشایخ میکنه، خود دیگرو میکنه. خطا کردن. از این عبارت که این مشایخ که شما گفتید مصلحه گفته نگاب، مفسده گفته نگاب، علم مقاصد، علم اصول نمیدونه. کمترین حالت به نفهمیده ما به طعنه زدن نیش زدن شروع کردیم. عقیده کفریه که در بسیار مردم است، ما تا به حال خاموش میستیم، صبر کرده دعوت گفتن که با ما بعضی نصیحت میکرد که شما با ادب باشید. ادب چی است؟ بعضی میگن که به حکمت باشید. حکمت چی است؟ صبور باشید. صبر چی است؟ ما چقدر صبر میکنیم؟ مقصد ما را نفهمیده یک طالب علم برآمده این گپ گفتن دلالت میکرد که علم کافی ندارد این طالب. لیکن ما میگیم چرا درباره توجیه گپ زدیم؟ برادر عزیز، آخر من درباره ازبک گپ زدم، من درباره قرغیز گپ زدم. این پرابلمی که امروز اومد به سری توجیک ناومد و به سری یگون ازبک و قرغیز و افغان اومد و به سری کی اومد؟ به سری همون اومده مسلمان‌ها گپ میزنم. هر یک قوم الحمدلله به خودش طالب علم دارد. داغستان بالاش فهمت پرابلم بیارد، اگر یگون پرابلم به بالای داغستانی ها بیاد، به بالای کاوکازی ها بیاد، من خسته گپ نمیزنم. اگر من فکر و اندیشه خودم رو گویم هم، من داغستانی ها بیاید این کنید اون کنید نمیگویم. میخزد عبدالله کاستکس که ابو عمرش است، میخزد اونو گپ میزند دیگه طالب علم است. درباره ازبک ها اگر یک پرابلم شود، ازبکلر من سیزگاه ایت من گفتم من خسته گپ نمیزنم. ازبکلر به طالب علم ازبک از گپ میزنم. افغانستان به یگون مصیبت شود، من قریب که فهمیده نمیتوانم که این چه خیلی پرابلم، از کجا این پرابلم اومد، آینده این پرابلم چی میشد، از کجا به وجود آمده است، نتیجه مشکلی چی است. اینا علمای اصول فقه، علمای مقاصد میگن که کل ادرا لاهلی، هر کس به قوم خودش داناتر است، هر کس از قوم خودش داناتر است. همون علمای افغانستان میخیزند به مانند عبدالظاهر داعی حفظه الله یا دیگر علم طالب علم مشام میخیزند و میگن که خیلی مشکلی در بالای ما است. من خسته اونجا درباره افغان و آینده افغانستان گپ زدم، به اینقدر معلومات کافی ندارم. یعنی هر یک قوم رو الله سبحانه و تعالی به یک طالب علم میسر کرده است. به هر یک قوم، به هر یک قبیله، به هر یک منطقه، به هر یک اهل زبان الله سبحانه و تعالی یک طالب علمی رو، یک دعوتگری رو فرستادگی است که ان همون منطقه را نظر میکند، مصلحه و مفسده همون منطقه رو نظر میکند، جوانهای همون منطقه به نصیحت میکند. فتنه ای که به بالای این منطقه میبیاد، این عالم و طالب علم فتنه ها را به مردم میگه که این فتنه است، احتیاط شوید. چی گوید این طالب علم؟ این مسئله های فتنه به عمومی گپ زده نمی شود. این فتنه خاص تاجیکا بود، همین فتنه آخری. بله ما باید از مسلمان های تاجیک دفاع کنیم بود و با همیشه دفاع میکنیم. ای برادر، این قوم پرستی نیست. این احمقی را، این احمقی را کسی که میگه احمق است، وقتی که مسلمان تاجیک به مانند گوسفند است و از چهار طرف این گوسفند مسلمان تاجیک رو گویا که گرگوها میخورد، من اینجا به کی نصیحت کنم؟ ازبکا به نصیحت کنم؟ نه، تاجیک در بالاش پرابلم است. من شما به مردم پرابلم است، جوانهای ما به پرابلم است. حال این پرابلم کم است ای مردم، حال این پرابلم کم است، باور بکنید. حال فتنه های سختتر در آینده است. من آینده وقتی که فکر میکنم، دسیسه های اینها رو میبینم، نقشه های اینها رو میبینم، در همون آسیای مرکزی به خصوص در تاجیکستان ما نقشه های این فتنه ها رو میبینم، من بدنم میلرزد. من چرا به برادران و خواهران موحدم که از این تاجیکستان هستن نصیحت نکنم؟ من اگر اینو نصیحت کنم، مسلمان های این منطقه دفاع کنم، مگر این چی میشد؟ مگر این قبیله گرایی میشد؟ اعوذ بالله. این شرمندگی است، این شرمندگی است این گپ گفتن. هر یک طالب علم وظیفه دار است که باید درباره قوم خودش، قبیله خودش، درباره مردم همزبان خودش گپ زند. ضرری که به بالای آنها می آید، این ضرر مردم بفهمند که این ضرر است، مفسده گوید، مصلحه مفسده گوید، مردم به سوی اصلاح دعوت کند، به سوی یکتاپرستی دعوت کند، از ضرر آینده، از فتنه ها مردم نگه دارد.
این وظیفه همین علمای همین منطقه است. من که از تاجیکستان از حالتش باخبرم، از مردم باخبرم، انا همونجا تولد شدم، همونجا کلان شدم، تا دیروز رفته می اومدم، من درباره کی گپ زنم نمیشه. برای همین برادر عزیز، این قبله گرایی گفتن احمقی است. کتاب های ابن تیمیه را ببینید، کتاب های محمد ابن عبدالوهاب ببینید که چقدر درباره هر یک منطقه فتوا دادن. نام رساله فتوای مثلا احسا، فتوا به احسا، فتوا المردین، عقیده واسطیه، نامی همون جای گرون نام کتاب مونده. مناظر اگر همین واقعه همین رشدگی به مثلا نصیحت به جوانان تاجیک گفته کتاب میبرم مگر قومگرای میشه؟ نه، برای که این فتنه به افغانستان تعلق ندارد. این فتنه که امروز هست به افغان، به تاجیکای در افغانستان بوده، به تاجیکا در افغانستان نه، یک چند میلیون تاجیکی دیگر در پاکستان است، به تاجیکای پاکستان بوده، به فارس های در ایران بوده دخل ندارد. این حتی به تاجیکای در ازبکستان بوده دخل ندارد. این به یک تاجیکای در تاجیکستان بوده دخل دارد. پرابلم در بالای سر ما هست. برای همین ما این قبیله، این قوم همین تاجیکستان گفته جدا کرده گاو زد. و باید مردم دانند، همه داند که ما همیشه مردم مسلمان تاجیک دفاع میکنیم. نه فقط مردم مسلمان تاجیک، همه این مسلمان روی دنیای، همه مسلمان روی دنیا برای ما برادر است، هر کسی نباشد. لیکن ناگفته نمانیم که هر یک قوم، هر یک ملت به خودش عالم دارد، به خودش طالب علم دارد. الله یگان قوم رو، یگان ملت رو خالی از عالم طالب علم کردگی نیست. هر یک عالم و طالب علم مردم خودش دفاع میکند، ضرر و فوجش میگوید. وظیفه من با مردم خودم بسیارتر کار کردن است. برای همین این یک نکته دیگر هم اینجاست که هر کسی که، هر یک طالب علم عالمی که خودش از تاجیکستان میگوید انا همین فتنه ها به گاب نمیزند، این فتنه های ضررش و فایدهش و آیندهش و گذشتهش به گاب نمیزند، این خیانت به همین مسلمان های همین منطقه میکند. فهمیدید؟ ما یک وقتی بود از مسلمان های افغانستان هم یک وقت دفاع کرده بودیم. ما درباره لشکرهای هر گونه اینجا بودیم گپ زدیم. وقتی که این علمای که شما میگید گپ نزده بودیم، ما گپ زده بودیم. برای همین اینا من فکر میکنم بسیاری انسان ها میخواستند که به ما یک نیش زنند، به ما یک ضربه زنند، به ما یک کورد زنند، از عقب ما به جگر ما یک شمشیر زنند. ما را به سبب از سبب ها شاید دوست نمی داشتند، از همین فرصت استفاده برده. بعضی ها میخوان لقب ما را ملتگرا مونند، بعضی ها میخوان لقب ما را این عام مونند، بعضی ها کتاب ها نوشته و این عام کنند، لیکن نفهمیدن که ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت از آن الله است و رسول الله است و مؤمنین است، ولیکن منافقون میدونند. اگر الله به من و به برادرهای من عزت داده باشد، هرگز به این طعنه ها بجز زیاد شدن عزت ما دیگر چیزی نیست. قسم به الله. برای همین ما همیشه میگوییم، ما همیشه میگوییم که ما نه برای رضا کردن دو طالب علم به نام دو عالم یا دو دعوتگر یا راضی کردن 4-5 خواهر و برادر شریعت دیگر نمیکنیم. چیزی که در شریعت است گفته رفتن میگیریم. ما باید دیگر طالب علم دانند که ما این کارهای خود از روی جهالت نکرده ایستادیم، از روی علم کرده ایستادیم. فهمیدید؟ ما در آینده همون منطقه‌ای که خود ما زندگی کردیم، منطقه‌ای که سرزمین مسلمان بود، ما بی‌طرف نباید باشیم برادریز. چیکار کنیم؟ تاجیک مسلمان تاجیک دفاع نکنیم؟ خور و زور کند، زیر پا کند، نابود کند، چیکار کنیم؟ این درست نیست برادریز. این درست نیست. این گپ. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب شیخ بزرگوار، الله حفظتون بکنه. مدت ها بودید نبودید، دلمون خیلی گرفته بود. خداوند حفظتون بکنه. نگران شده بودید. الحمدلله که امشب صدای مبارک شما رو شنیدیم جناب شیخ بزرگوار. اهلا و سهلا شیخ عزیز. اهلا و سهلا. بارک الله فیک. الله حفظتون بکنه. بعد در مورد این در مورد فرمایشات شما، من امروز از آقای که شنیدم، آقای محمد معروف راسخ، برداشتی که من جناب شیخ بزرگوار کردم این نبود که دوستمون گفتن.
من خدا میدونه خیلی شما رو دوست دارم و طرفدار شما سرسخت هستم. نه من، تمام افرادی که اطراف ما هستند در کشور ما شما را بیش از حد دوست دارم، به خاطر خدا الله دوست دارم. و الله نگهدار. آقای محمد معروف طور میگفتن که من برداشت کردم جناب شیخ این بود که گفت که مثلا جناب شیخ المدنی حفظه الله مربوط به یک منطقه نیست، مربوط به بفرمایید. صدای شیخ کنده شد، کهربای و موج شبکه مشکل است. السلام علیکم. یک لحظه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من باید نگفته نماند که جناب شیخ تو اومدن بگم که برداشت منم از سخن شیخ معروف راسخ حفظه الله این چنین نیست. من میدونم که بعضی ها سخن شیخ خطا میفهمن، لیکن این سخن رو غیر از معروف راسخ بعضی ها مورا ملتگرا و اینو آن گفته هستند. البته که این سخن اصلا شیخ معروف راسخ حفظه الله نگفتند. برداشتی بعضی برادرها از سخن خودی من ده ها مرتبه برادرهای خودی من غلط میبردارند، خطا برداشت میکنند. سخن شیخ معروف راسخ این نبوده، لیکن بعضی از دیگر از بنام طالب علم هایی که خودی تاجیک ما هستند و این به شیخ معروف راسخ دخل ندارد، انا همین کلمه ملتگرا و اینو اون برداشت کردند که البته این یک نفاق است. ثانیاً من از برادرها نصیحت میکنم که خواهش میکنم سخنهای ما را غلط فهمیده به مشایخ بردن، این یک ضربه به اهل سنت و یک خیانت به دعوتگران است. سخنهای مشایخ خطا فهمیده آوردن این یک ضربه به مشایخ و به دعوتگران و به اهل سنت است. این کار نکنید. من باوری دارم که شیخ معروف راسخ به دیگر مقصد سخن گفته که بعضی برادرهای ما خیلی کوتاه فهمند، خطا فهمیدن شد. بله میگن که مثلا از یک منطقه به منطقه رب ندارد، اینو آن سخنشون حق است. باید این علما این مشایخ نصیحت کنند، لیکن سخنی من به دیگر طالب علما رب دارد که بعضی از اهل بدعت بخصوص حاضری ها که پاپ به حاضر دندانشون رو تیز کرده میگشتند و یگان کمبودی ما رو کوفته میگشتند که پای کمبودی ابو محمد میو بیم یک تانه میزنیم، لقب ملتگرا رو برآوردن. اعوذ بالله برادر عزیز، خیال نکنید. هر یک طالب علم، هر یک عالم وظیفه به همون منطقه خودش دارد. بله به تمام امت اسلام دارد، لیکن پیش از همه باز مردم خودش رو هم نباید ترک کند. اگر از حالت با خبر باشد، اگر سخنش به اونها رسد، چرا ما ترک کنیم در این روزهای وزنی؟ بله بفرمایید. اینجا فتنه دیگر است. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ صاحب محترم، خوب هستین شما؟ الحمدلله خوب است. خیر، جزاک الله خیرا. ما سخنان شما رو هم شنیدیم، والله الله جزای خیر بده. عالی، بسیار گپای خوب زدین، اما بسیار زیاد مایوس شدیم. ما گفتیم شیخ چطور یه حرفا را زده و چیکار کرده باشه. کدام حرفا را؟ بعد همین مسئله فتنه و شده و چیکار شده و چی رقم است، همین را ما در چیزاش ایجاد شنیدیم دیر روز دیگه بچه ها ما آورد ما نشان داد. مفهوم الله. ببینید برادر عزیزم، ببینید ما پیش از شما شاید اومدن یا گوش کردید نکردید نمیدونم، ما همیشه میگیم که مقصدی رضا کردن یگان بنده رو نداریم، فقط مقصد رضا کردن الله ش داریم. بله. و هر چیزی که در قرآن است، در سنت است، منهج رسول الله است، ما میگوییم اگرچه تمام دنیا به ما ناراضی شد. ما همون حادثه که شد بار دیگر تکرار میکنیم که در اسلام هجوم کردنی که یک جا برفته هجوم کنید، زنیشه، کودک، دهقان یا پیر کلان کشتن درست نیست. این سخنی ما به هجوم ربط داره و ما منهج پیامبر تعلیم دادیم. به برادرها گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در هجوم کردن و فتح کردن و ضبط کردن یک جای منهج دارن، تعلیم دادن. حدیث متفق علیه است، در بخاری مسلم آمده است. در با این حدیث یگان نفر علما منسوخ نگفتند، یعنی این حدیث بیکار شده نگفتند. ما بعد از این حدیث متفق علیه گفتن با یک چند حدیث ها را آوردن، بعد از این اجماع آوردیم. اجماع محمد ابن عبدالبر را آوردیم از کتاب تمهید، اجماع نبوی از صحیح مسلم آوردیم که
پیامبر انا همین چنین تعلیم داده بودند. پیامبر رحمت للعالمین بودند. پیامبر جنگاشون از جنگ فرس فرق میکرد. جنگ پیامبر از جنگ روم فرق میکرد. جنگ پیامبر از جنگ چنگیز فرق میکرد. پیامبر اینقدر رحمگین بودند، اینقدر مهربان بودند که وقتی که به یک قوم میرفتند و جنگ میکردند به همون جنگ کننده ها و مردها می جنگیدند. اما زنهایی که جنگ به همراه نیست، کودکایی که جنگ به همراه نیست و الوهیده است، پیران سالها، دیقانها، اینها کشتنش حرام کرده بود. انا این منهج پیامبر بود. پیامبر نگفتند که درآید زنید چیکار خواهید بکنید، گفتنی گپ نیست در پیامبر صلی الله علیه و سلم. این در یک مسئله، ما فقط یک مسئله به صحبت کردیم، مسئله هجوم به. اما دیگر دین ها به این چیز بود. دیگر دین ها به گفته به معنای سخن من این که دین های ساخته بافته، دین های تحریف کردند و یهودی ها ساختند، تحریف کردند و نصرانی ها ساختند، دین های بشر ساخته، فکر و اندیشه ها به مانند گیتلر و چینگیز خان و اینها دیگه خیلی منهج داشتند، دیگه خیلی راه و روش در جنگ داشتند. میری هجوم میکنی، زنش میگیری، اول تجاوز میکنی، بعد میکشی. این چیزا گیتلر هم کرد در جنگ دوم جهان. میدونید که چقدر زنهای تجاوز کردند و نابود کردند. و این چیزا چینگیز خان کرد. همین قصه بخارا با در آمدنش ببینید، چه قصه ایران و طرفای بغداد ضبط کردنش ببینید که این چینگیز خان و لشکرش مناره از کاسخانه سری مردم میساخت. مناره از کاسخانه سری مردم میساخت. از کاسخانه مرد، زن، کودک، پیر، دیقان فرق ندارد، از همه. اما اسلام این چیزا حرام کرده است. اسلام انده اگر پیامبر صلی الله علیه و آله یک جا به انا صحابه ها یک جا به رفته هجوم کردند، کسایی که لشکر نباشد و مردم عامه باشد با زندگی میکنند. برای همین در زیر حکومت اسلامی یهود و نصارایی که اهل ذمه بودند زندگی میکردند آروم، در حالت کفرش، در حالت شرکش. حتی همون معبدگاه شرکی دارد، معبدگاه کفری دارد. البته 10 قاعده داشتند، عشر العمریه میگن، 10 قاعده که حضرت عمر با صحابه در اساس قرآن و سنت ساخته بودند که اهل کتاب ریشش پستر باشد، باید به لباس های وایمه نگردد، زنگولیش بلند نزند، شرابش در بازار نفروشد، در آشکار نخورد، پنهانی در همه جای خودش کردم جایز بود، جزیه میداد، زندگی میکرد. برای همین این جانب اسلام نباید فراموش کنیم. ما وقتی که حدیث صحیح به این معنا گفتیم، چقدر کسا برآمدند سبحان الله ضدیت کردند. و من که مریض بودم، در حالت بستری بیماری بودم، از این حالت مریضی ما استفاده برده چند جوهلا ما را طعنه و تکفیر و حتی ما را تکفیر کردند که گویا ما امریکایی، یهودی، نصرانی باشیم و اینو. نه، گپ در اینجا دفاع کردن نه امریکا، نه مسکو و روس، نه تاجیکستان، دفاع کردن یگان نفر از این طاغوت ها نرفته شده است. گپ در اینجا درباره منهج رسول الله رفته شده است که رسول الله در وقت هجوم کردن یا انا همچنین تعلیمات دادند؟ نه ندادند. انا می گپ. اگر مسئله قصاص است و این است و وی است و دیگر مسئله گوید، وی مسئله به علما دیگر خیلی با جای خودش که تیگه زده هستند. گپ درباره نمی گپ می. لیکن افسوس که بیچاره ها یعنی فرصت طلبی که بودند فرصتشون افتند، هیچ بوکی ندارد. ما یگان جای نه ترس داریم و نه به دلیل جاهلانه گپ زدیم، همش در اساس منهج است. و بارک الله فیکم ابو لقمان حفظک الله و رعاک. بله، وقتی که ما در مسئله کشتن زنها و کودک ها و پیرانسال ها گفتیم جایز نیست، کشتن اینها مقدمتا در وقت هجوم اینها رو کشتنش رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث های متفق علیه حرام کرده. در این باره یک حدیث نه، دو حدیث نه، 10 حدیث است. بعضی از جهلا که در این باب علم ندارند خیستند و گویا که ما را به یهودی و نصرانی و امریکی و انگلیس و روسی و مسکوی و غیر طعنه زدن. این دلالت میکند که چقدر بعضی از مردم از مسائل بیخبرند،
چقدر فتنه رو دنبال میگیرند و چقدر فتنه میخواهند، چقدر کجخواهی میخواهند، یعنی میخواهند که سخنی ما رو کج فهمند. ما فقط در جانب همین سخن پیامبر صحبت کردیم که پیامبر به صحابگان تعلیم دادند که یا صحابگان وقتی که به یک جای رفتید زنها و کودکها و پیرانسالها و در حدیثهای دهقانهای اونها مردم عامه رو قتل نکنید. و در این مسئله قسم به الله اگر سخن خودم را گفته باشم، سخن رسول الله را بعد از این سخن محمد ابن عبدالبر حفظه رحمه الله را اجماع کرده نقل کردم، سخن نووی را که در شرح صحیح مسلم اجماع را نقل کردم که محمد ابن عبدالبر در کتاب تمهید اجماع همه سلف را نقل میکرد که منهج مسلمان ها همچنین بود. وقتی که ما این سخن را گفتیم بعضی ها فکر کرده اند که ما گویا امریکا رو من نمیدونم روسیه رو تاجیکستان رو دفاع کرده ایستاده بود ما مرتد شده باشیم. اعوذ بالله. و ما گفتن نماند که چخیلی که برادر ابو لقمان حفظه الله گفت یک رسالچه کوچکچه نوشته شده رد زده، من در حقیقت به من برادرها خبر دادم، خودم حالا تو به حال مطالعه نکردم. من به برادر گفتم که به یک جا گرفته مانید، حالا من کمی مریض هستم، انشاءالله که صحت شدم بعد از ماه رمضان قرائت میکنم و ما نمیترسیم که کسی در حق ما کتاب نویسد ما را تکفیر کند. ما از خوندن این کتاب نمیترسیم، ما باید مطالعه کنیم، میخونیم، اگر خطا کرده باشیم در یگان جای اقرار میکنیم، لیکن در جایی که ما حدیث متفق علیه رو اجماع امت رو نقل کردیم در اینجا شکی نداریم، در این موضوع شکی نداریم که ما حق گفتیم. بعضی ها جزئیات ها میروند، ما جزئیات به گپ نزدیم، ما در همین یک مسئله صحبت کردیم، یک مسئله که کشتن زنها، کودکها، کلانسالها، دهقانها در حالت هجوم درست نیست. اما بعد اینجا بعضی ها از فتنه ها بیخبرند، برادر عزیزم بعضی ها از فتنه ها بیخبرند. این رساله رو اصلا همین رساله رو کی نوشتگی است معلوم نیست، نویسندش معلوم نیست، لیکن این به کدام جماعت نوشته مثلا به همونجا نسبت دادگی است. ما پیش از این حادثه ها اول مطالعه میکنیم، میبینیم، یگان باک ندارد، لیکن ما میگوییم که در بین خوارج های غلو کردم خیلی از فرصت استفاده برده شده. برادرای موحدم در بینی که حاضر ما انا همین حادثه شد خوارج های غلوتی که ما زده به یک جا سکوت کنونیده مونده بودیم از فتنه استفاده برده با دوباره خسته از نام هر کس هر سخن گفته شدن و امروز کسایی که ما را تکفیر کرده ایستادند بسیارتر میبینیم که از همین جماعت غلات بعضی نو خوارج‌های پیدا شدگی است که تکفیر بالعموم میکند، تکفیر بالتسلسل تا هزارم نفر میکند، تکفیر بالدار میکند. انا اینها است، اینها از این فرصت استفاده برده ما را تکفیر کرده، در بین ما موحدین فتنه ایجاد کرده ایستادند. امروز برادر به من زنگ زد گفت همین خیلی فتنه است، شیخ گفت همین خیلی فتنه است، چیکار میکنی؟ من به برادر مختصرا جواب گفتم که برادر عزیزم الله سبحانه و تعالی در قرآن گفته است که الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. آیا شما میپندارید گمان میکنید که شما من مسلمان شدم گفتید، من موحد شدم گفتید، ما دیگر شما رو نمیسنجیم؟ نه، بلکه ما شما را میسنجیم ای موحدین، ای مسلمان شده ها، ما شما را میسنجیم چگونه که پیش از شما دیگر قوم ها، دیگر مردم، دیگر امت ها را سنجیدیم، شما را میسنجیم تا که صادقان و کاذبان معلوم شود. البته الله سبحانه و تعالی صادقین و کاذبین را خودش میداند، لیکن الله میخواهد که در بین مردم ظاهر شود. سنجش نمین است. امروز انا همین سنجش سخت به بالای انا همین قسمی از مردم فارس گرفتار شده به خاطر همین فتنه که به خاطر همین حادثه که در آخر به وقوع پیوست. ما میگوییم و باز در همین سخن ما میستیم که سخنی که ما گفتیم سخن رسول الله است. بخاری، مسلم روایت کردند، احمد ابن حنبل، بیهقی روایت کردند، در سنن در ده ها جا ذکر شده که پیامبر کشتن زن،
کشتن کودک، کشتن پیرانسال، دهقان را مقدمتا در حالت هجوم کردن، نه اون مسئله قصاص و اشتراک کردن، در حالت هجوم کردن این کار رو کردن را من کرد، حرام کرد. منهج رسول الله این چنین چیزی نداشت. گفتن میگیریم هر کسی که به خاطر همین ما را تکفیر میکند، نمیدونم براعت میکند، فتنه میکند، چیزی میکند، ما به او چیز دیگر کار نداریم. لیکن ما به برادران و خواهران موحدمون میگوییم که برادران و خواهران موحدم، شما چه خیلی که برادر عزیز ابو لقمان به شما نصیحت کرد، خودتون هر یک کس مسئول عقیده خودش باشد. برادران و خواهران موحدم هر یک کس مسئول ایمان خودش باشد. هر یک کس مسئول دینداری خودش باشد. امروز دین شما را من داشته نمیتوانم. امروز دین شما را، دین من شما داشته نمیتوانید. امروز فتنه به مانند باران میریزد. امروز هر یک کس دین خودش نگه دارد. هر یک کس پیش از سخن کردن، پیش از تکفیر کردن، پیش از یک عقیده را قبول کردن، اول فکر کند کمی که در اساس دلیل قرآن و سنت و فهم سلف و اجماع قبول کرده است یا در اساس هوا، هوس، حسد، کبر، بدبینی. مسئول عقیده شما برادر عزیزم من نیستم. هر کسی میگه که مسئول عقیده مردم ابو محمد است، این خطا کرده و کفر کرده. من مسئول عقیده خودم است. من شب و روز حرکت میکنم که خودم به کفر شرک واقع نشوم، خودم در اساس جهل صحبت نکنم. شما مسئول عقیده خودتون باشید برادر عزیز. خورز فتنه به مانند باران است. همین سخنی که رسول الله گفتند که در روایت امام مسلم از ابو هریره روایت است که آمده است، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند روز میاد که فتنه گفتند به مانند قطعه های شب تاریک است. روز انسان مسلمان میخزد بگاه کافر میشد، یعنی یک مدتی کم به کافر میشد. شب مسلمان است، بگاهی مسلمان است، پگاهی کافر میشد. برای چی؟ برای اون که فتنه به درون خانه ها به واسطه همین تلفن ها، اینترنت ها میدراید. احتیاط شوید، احتیاط شوید. باور بکنید بعضی برادران با من گفتن که بعضی مردم از این فتنه ها دور شده ایستاده است و نزدیک شده است. قسم با الله برادر عزیزم، من یک ذره دور شدن مردم، نزدیک شدن مردم فکر کردن به حق ندارم. وظیفه من چیزی که در شریعت هست همین میگم. انا میگم هر کسی افسوس که به فهم خودش فهمیده ایستاده است، به فهم علمی نفهمیده ایستاده است. این مسئله های به فهم علمی فهمیدن به علم لازم است. علم کی نیست البته به فهم فتنه میفهمن مرد. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. شریف مشهور خوب باشین. الحمدلله خوب هستیم. بفرمایید. آمین. سوالی که شما چیز کردن این احادیث ایشون خوب قبول داریم؟ ما احادیث ایشون کسی رد نکرده. صدای شما خوب نیست، من نشونده هستم. یک لحظه عبدالله، صدای شما خیلی هم به زبان تاجیکی ما پلرده میگیم، خیلی وزنین است. من در گوشم سماعه دارم، گوشی دارم، من نشونده شده. صداتون ایواز نکنید و همین صدای خودتون که طبیعت صحبت کنید ما صحبت میکنیم. این خیلی صدا که من فهمیده نمیتونم. خب ایشون صدای ما خوب نمیبره به مردم معنا است. ایشون صدا ما چک کردیم. من بار دیگر میگم اگر یک بار دیگر فرصت میتونم محکم میکنم. نه باز کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. یک لحظه عبدالله صدات خوب کرده بیا برادر صحبت میکنی. خوب نباشد صحبت کرده نباشد. ما بیشتر همین صدایی که من صحبت تمام نمیشه. صدات آزاد کردن با من نمیدونم احتیاط میکنی. بعد برآمده از من دیگر چیزو طلب میکنی. بله بفرمایید. شیخ صاحب امیدوارم خوب صحتمند باشین. بسم الله بفرمایید. الحمدلله. شیخ صاحب سخنهای آخری شما را گوش کردیم، دیدیم، شنیدیم. خیلی بین برادرها فتنه ایجاد کرده. شما راجع به یک کشور، به یک مردم کشور صحبت کردین. گر در قرآن کریم میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بر اسپان الله متعال چنگ بزنید و تفرقه متفرق نشوید.
شما امو کشوری را که نام بردین او را خیلی مظلوم قرار دادین، گفتین که اینی که مظلوم ترین کشور است، در حالی که فعلا مظلوم ترین کشور در بین مسلمان کیره ها مظلوم ترین؟ یک لحظه تاجیکستان، مردم تاجیکستان. برادر عزیزم، من در بین همون منطقه گفتم ما هیچ وقت تاجیکستان رو به غزه برابر نمیکنیم. غزه از تاجیکستان شما باید هزارها عمومی مرتبه صحبت برابر کنین. است. کل مسلمان ها را میگفتین که مظلوم واقع شدن و نه یک نه منطقه. ببینید برادر عزیزم، ما پیش از همین خود شما همینجا به در اومدن، شما شاید دیرتر در اومده باشید، من جواب دادم به همین مسئله، جواب دادم. یک برادر سوال کرد، جواب دادم. برادر عزیزم، وقتی که یک حادثه به سر یک قوم میشد، وقتی که یک حادثه به یک مردم رخ میدهد و به دیگران رخ نمیدهد، من چرا عمومی گپ زنم؟ یک حادثه فقط افغانستان باشد، ما چخیلی عمومی گپ میزنیم؟ یک حادثه فقط تاجیکای در تاجیکستان بوده بشود، من چخیلی این مسئله را عموم به همه مسلمان ها میبرم؟ مقصدی من خودی همه تاجیکا به یک مسئله رسوندن است. مقصدی من این است که تاجیکایی که در تاجیکستان هستند احتیاط شوند که فتنه ها، نقشه ها به بالای اونها زیاد است. من چخیل این گپ رسونم همین مردم به؟ اگر عمومی گپ زنم. سوال به جواب تید. مقصدی من این که من امروز دیده ایستادم که همین مردمی که تاجیک هستند در تاجیکستان هستند به بالاشون فتنه ها باز زیاد است. اهل سنت شاید سبب نابود شوی شود، شاید نقشه های سخت به بالای اهل سنت باز زیاد است. من اینا به چخیل گپ زنم؟ من مسلمان تاجیکستان گفته گپ نزده، مسلمان تمام روی دنیا گفته گپ زنم، چخیل میفهمد این مردم؟ یک عقل که گپ زنید. این صحبت من خاصی انا همین مردم تاجیک بود. بله مظلوم است، هیچ وقت هم مظلوم بودن تاجیک از مظلوم بودن اهل غزه بلند نمی استد. اینا فقط همون آدم میفهمد که ما را به بدی گوش میکند. اگر کمی به فکر اندیشه گوش کنید، ما درباره تاجیکا گپ زدیم که در آسیای مرکزی مظلومترین مسلمان ها است. این گپتون اشتباه دیگه شیخ صاحب. مظلوم ترین تنها تاجیکستان نیست، افغانستان است، همسایه‌اش در ایران است. مرد انسان خود محکم میکنم مویکته. من میگم در آسیای مرکزی تو یک معلومات میانه داری، میفهمی که من چی میگم؟ در آسیای مرکزی میگم از هم مظلوم ترین مردم هستند. آسیای مرکزی با آسیای مرکزی افغانستان داخل نمیشود. تاجیکستان، قرغیز، قزاق، ازبک، افغان نیست در اینجا. آسیای مرکزی من گفتم. این مشکلی شما این است که مشکلی بسیار مردمی که به ما ضدیت میکنند همین است که باور که معلوماتی یک اقلا معلومات یک عادی کودکانه دبستانی ندارم. من گفته استودم که در آسیای مرکزی مردم مظلوم از همه مظلومتر تاجیکستان است. این میگه که این گپ شما غلط است، افغانستان هم مظلوم است، تو پاکستان نمیدونم غزه هم مظلوم است. انسان من گفته استودم که در آسیای مرکزی جغرافیا، علم جغرافیا رفته خوندن در کار است که آسیای مرکزی گفته چی را در نظر دارم؟ با آسیای مرکزی انمی 4-5 حکومت های بوده داخل میشه، مثلا قزاق، قرغیز، ازبک، تاجیک، ترکمن. اینا آسیای مرکزی میگه. این کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی است. یعنی آسیا جانب جنوبی دارد، آسیای جنوبی، آسیای شرقی، آسیای غربی نه، لیکن آسیای مرکزی بود. همین آسیای مرکزی، آسیا همین 4-5 کشور است. در درون آسیای مرکزی در بین ازبک ها، قزاق ها، قرغیز ها، تاجیک ها در حالت خطر است. مقصدی من همین بود. تاجیک ها در حالت خطر است. چرا؟ برای اون که بله افغانستان از تاجیکستان هزارها مراتب در حالت مظلومیت قرار دارد. افغانستان هزارها مراتب مشکلیش از افغان ها زیادتر است. لیکن سخنی من درباره آسیای مرکزی رفته شده است. ما هیچ کدام ما انکار نکردیم مظلوم بودن مردم افغانستان، جنگ هایی که به بالای افغانستان شدگی است، یا مظلوم بودن غزه را، یا که دیگر فتنه های و کشاکشی هایی که در بالای دیگر امت است، ما اینها انکار نکردیم. افریقا را انکار نکردیم، بیرمه را انکار نکردیم، کوکز انکار نکردیم، افغانستان غزه هم انکار نکردیم. ما درباره تاجیکستانی که تاجیکا همونجا هستند
گفته ایستادیم که آینده اگر ان همین خیل رفتن گیرد حالت وزمین میشد. بازی های استراتژی اینجا زیاد شدنش ممکن. از یک طرف روس است، از یک طرف طالبان است، از یک طرف امریکا و اروپا است، از یک طرف توی هست. توی اینجا منفعت شخصی خود دارد، روس منفعت شخصی خود دارد. اگر جوانهای تاجیکستانی به اهمیتی کنند، هر یک مسئله به غلاغله کرده هوی 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 گفته برفتن گیرند، سالهای نزدیک به یک فتنه داخل میشوند که صدها آدم، صدها نه هزارها آدم شاید بیهوده مرد. من درباره همین منطقه گپ زدم، لیکن افسوس که بسیار برادرهایی که ما را انکار میکنند اینها نمیفهمند پلیتیک شرعی سیاست شرعی ندارد. تو میگد عمومی گپ زد. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وقتی که درباره فتح فلسطین گپ میزد مگر عموم گپ میزد؟ آخر فلسطین دربارش گپ میزد. چیکار کردن در کار؟ وقتی که درباره فتح ایران و سرزمین فارس گپ زد، خواست درباره سرزمین فارس گپ زد. کتاب‌ها خاص درباره یک سرزمین و یک منطقه نوشته شده است. ما همچون یک سیاست شرعی یک نظرسنجی درباره یک منطقه کردیم. آیا ما حق نداریم که درباره یک منطقه سخنی نظرسنجی گپ زنیم؟ من قائل میشم از این اندیشه های پوچ، از این مغزای خام. ما گفته ایم که افغانستان حالتش خیلی وزنین است. ما میترسیم که آینده تاجیکستان از وی هم بدتر نشود. گپ درباره همین است. نشود که علوی ها بیایند و به بالای مردم تاجیک حکم کنند، رافضه ها حکم کنند. گپ اینجاست. همه اهل سنت نابود کرده، جوانهای تاجیک از این هم بدتر نابود نشود. گفته مسلمانش هم در نظر دارد. لیکن افسوس که بعضی آدمو این مسائل به داخل میشد. الله المستعان. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ ما یک دو سوال داشتیم که وقت زیادی نداریم. ما به شما دو سوال خواستیم که به سوال هامون جواب بگیریم. شیخ بفرمایید. برادر یک سوال آدمی برادر یک دو سوال ما بتیمشان برادر ما میبرویم ما خارج میشیم. یک دو سوال بتیم و بعد شما بشینیم. سوال تید برادر، سوال تید ما گوش کردیم. شیخ تخیلت گفتی هازی که امو برادرایی که هستن اونها خوارج هستن، برادرانی که در اطاعت دولت اسلامی هستن، در بیعت هستن، اونها خوارج هستن. شیخ در کجا گفتم من این گپ؟ نه شما گفتن ذاتی که هست اونها خوارجن. بعضی از خوارجین بر ما ردیه زدن، کتاب ها نویساندن. ببینید سلام علیکم. هر کسی که شیخ ما همین سخنهای شما را از همون اولش گوش کردیم. ما از همون راو نابود شو. ای فتون راو نابود شو. من سوال دادی گوش کن، من گوش میکنم جواب بیتیم به تو. با میگو هر کسی که ما رو بخاطری انا همین حدیث متفق علیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که زنها رو نکشید، کودک ها رو نکشید، پیرانسال ها رو نکشید، به همین خاطر ما رو امریکی و روسی و تاجیکستانی گفته تکفیر میکند، کسی نباشد این غلو کرده است و خوارج است. همین چه خیلی میفهمی، همین چه خیلی که خوهیه نمیخیل فهم. کسی نباشد. وقتی که میگوید که ابو محمد مدنی این حدیث آورد از این عبارت که تو حدیثی من برات زن. من حدیث آوردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان به تعلیم دادن که ای صحابگان وقتی که شما به یگان جا جنگ میشوید، هجوم میکنید، در وقت همین هجوم کردنتون زن ها را، کودک ها را، پیران سال ها را، حتی دهقان ها را نکشید. مردمی که به شما جنگ نمیکنن نکشید. ما این حدیث متفق علیه پیامبر گفتیم. کسی که میگوید که نه این حدیث ضعیف، بیاد اثبات کند که حدیث ضعیف. کسی میگه که این حدیث منسوخ، بیاد دیگر حدیث ذکر کند که این حدیث منسوخ. اما بیاد فقط تکفیر کند، بله غلو کرده است. کی نباشد این شیخ می، این جماعت می، این عالم می، کی نباشد غلو کرده است. حدیث من به جواب ته حدیثی آوردگی متفق علیه. من این حدیث متفق علیه به چه خیلی عمل کنم؟ یا احمقو، شما پیش از همه این جماعت، پیش از همه این گروه ها،
شما اول قرآن سنت فهم سلفین اومد گوید. اولا همون کتاب کی نوشتگی معلوم نیست و کتابچه را کی نوشتگی معلوم نیست. فهمیدید؟ من اینجا گفتم که در السلام بین علیکم و بعضی رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. خب در همی ما سخن میکنم شیخ ابو محمد مدنی صدای مرا نزنه. نین 185 نفر است. همه جا حاضر سوال جواب مهم است یا فتنه را از بین بردن. کوتاه جواب تیم و کوتاه سوال میتیم به تنقید به یگان گپی زیادی همیشه مهم است. یگان مشکل نداره. همیشه دین است. همیشه دین است. نه. حاضر شما گفتین که فتنه مثل باران است. در همین بارانی چی مهم است؟ در همین بارانی همین سوال جوابی که من شما میآموزیم همین علم آموختن شما فتنه را نابود میکنه. فتنه را درست. نابود میکنه. شما این ما بگوش که ما یکی از باذن الله تعالی مجاهدین خلافت دولت اسلامی صدای من نزنید ما بیان میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. یک لحظه صدا اخی گوش کن برادرم. اخی اینا نمیفهمن. اینا مسئله مفسده این چیزا رو نمیفهمن. از برای الله نکن کشوشون. توحید یکم است. خود جهاد بگین خود چی میگن توحید نوشی گمراه میمری. بله. اخی جان آوازشون بزن. توحید یکم جای تمام جهاد بگن چیکار میگن کردن بگن توحید اخی کورشون کو بسم الله. حاضر همون آدم حاضر کنی برات من میگه من طرفدار اخی جان اسلامی میگه کنی من به همون یک سوال میتیم که از توحید یک دو سوالش میتیم که کنی چی میگه. بسیار آدمایی که امروز ما را تکفیر میکنن، بسیار آدمایی که به ما هجوم کرده ایستادن. السلام علیکم و رحمت الله. بیادابی نکنه شما نه من محکم میکنم صدات عبدالله. این دفعه من خودم محکم کردم. همین طور خودم محکم کردم به خاطر که عبدالله الله برکتت بیتید. اووزت اوزوت کن اووزت کشور بیو. آداب رعایت کنید. برادرها رو بگذارید صحبت کنن. نه ما نمیتونیم برادر عزیزم. ما اخی جان از برای الله یک برگه میرتیگه گوش کن منه. اخی جان حالتی که ما مردم داریم یگان دولت ندارد. ما را در تمام جا سیاه کردن، در تمام جا تعقیب بکنن. اینا زن این کی باشه نباشد بزنشه. توحید یکم جا میزد بگین بسم الله. این کی خلافت داره کی چی داره بسم الله. یک لحظه گپ همینجا بکی برادر عزیزم. همه میخواد که صداش کشویم، همه میخواد که اینجا صحبت کند، لیکن گپ همینجا است که بعض برادرهای ما علم ندارن. کسی به علم عاقبتش فتنه زیاد کردن است. فهمیدید؟ ما برای همین آدمی که علم ندارد، آدمی که نمیفهمد، جاهلانه گپ میزنند محکم کردن میگیریم. من تا به حاضر 10 بار فهمیدم. همین عبدالله بازر 3 بار گفتم که عبدالله آوازت دیگر کن. همون غفص من اینقدر خوب نفهمیده ایستادم، به من خوب نیست. با همین که اومده برماده است. نمیشه. ببینید جاهلایی که امروز می برایند و از نومی بعضی از گروه ها صحبت میکنن. بعضی از جاهلای توجیک خودمو که بعضی از برادرای هستن که بسیار مسئله را نمیفهمند و می برایند و از نام این یا اون گروه دیگرها را تکفیر میکنند. دانند که این ضرر هم به خودشون هم به جماعتشون و پیش از همه برای مسلمان ها است. این کارها را بس کنید. ما بار دیگر میگیم اساس توحید است. پیش از همه توحید است. پیش از همه قرآن است، سنت و فهم سلفین امت. من باز میگم در حدیث متفق علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم کشتن زنها و کودکها را من کردند. کدام دلیل کتی یگون کس همین اجازت گوید بیارد دلیل. در حالت هجوم، در حالتی که پیامبر گفتند که شما به یک قوم میدروید برای فتح کردن زنهایی که به شما کار ندارد، کودکایی که به شما کار ندارد، مردمی که به جنگ همراه نیست، اینا به دست نرسونید. فهمیدید؟ ما همین منهج انده. این منهج پیامبر بود، منهج ابوبکر بود. صحبت کنیم. بفرمایید.
شیخ عزیزی چیزی که شما گفتین درست، این حدیثی که شما بیان کردین درست، ولی در رابطه به او موضوعی که شما بیان کردین، در رابطه به او حادثه که شما صحبت کردین، این حدیث اصلا به او رابطه، به او هیچ ربطی نداره. شما صحبت اگر کردین این ربط حدیث رو نداشته بیان کردین. باشد، ببینید اگر ربط نداشته باشد چرا شما ربط میدید؟ اگر ربط نداشته باشد گوید که بله سخن ابو محمد حق است، نه لیکن جوش شما خطاش. ربط دادین، شما ربط دادین شیخ، شما ربط دادین به او، او ببینید حادثه رو به ببینید او حدیث. سخن مرا ببینید اونجا سخن مگر مرا اونجا ببینید اگر من ربط داده باشم شما بگویید که ابو محمد مدنی سخنش حق بود، لیکن ربطی که داد خطا کرد، ربطی که داد خطا کرد بگید تمام همین قدر گپ زنید. از این زیاد گپ زیاد زدن و مرا تکفیر کردن های همینجا درست است مگر همینجا؟ نه 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 شما اونا را نه مثال باشد. گفتین که این ببینید کاری که نه اینا باشد. کردن کار قوم، کار صبر چنگیز صبر است، کار صبر فلان بکنید. است، کار فلان است. صبر. نه 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 جاهلانه در حق بنده تهمت نکنید، روز قیامت وامخید. من نگفتم که کاری که این کار چنگیز است اون کس. والله قسم سخنی مرا گشته گوش بکنید. من گفتم که هر کسی که مخالف سخن پیامبر صحبت میکند و میگوید که روید زنا را کشید، کودک ها را کشید، پیرانسال ها را کشید، تجاوز کنید، همه را هجوم کرده برابر نابود کنید، این منهج چنگیز خان است. منهج رسول الله در وقت فتح کردن، در وقت کشودن، در وقت جنگ هرگز این خیلی نبود که به صحابگان گفته باشند که ای صحابگان روید همیشه یک خیل کوش، تر، زن، مرد، کودک، پیر همه زنید نابود کنید. نگفتن پیامبر صلی الله علیه و آله. این سخنی که چنگیز خان گفت، چنگیز خان گفتگی است یا نیست؟ بله شیخ چنگیز خان عزیز این سخن شما گفتگی است. انسان فهمیده هستین، چیز نمیشه که شما یک موضوع رو بیاین بی ربط صحبت کنین، در حالی نه که نه 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 از نه او خوب ربط. صحیح. ببینید این احمقی و این جهالت میری در دیگر جا میکنه. فهمیدی؟ نمیشد که یک سخن به یک جا ربط ندهید. چرا نمیشد؟ من درباره منهج گپ زدم. منهج پیامبر گفتم در وقت هجوم کردن کشتن زنها نیست. این منهجی چنگیز خان است. گفتم چنگیز خان قانون داشت، نام کتابش الیاسق بود. انا همونجا قانونش بنوشته شده بود که وقتی که ما به یک جای هجوم میکنیم حتی زنهاش کشته میشن. چنگیز خان فتوا میداد، یعنی انا میخیل قانون صادر کرده بود که زن هر کجا داخل شدید زنهای تجاوز کنید، بعد از تجاوز به قتل رسانید. این قاعده چنگیز خان بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار به تعلیم نداده بودن. پیامبر یک جا به هجوم کنید زنهاش تجاوز کنید آیا گفته بودن؟ نه نگفته بود. این منهج است. من درباره منهج گپ زدم. همین گپ. سلام رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. ابو محمد صدای ما را نزد، ما جمجم خوب سلامت هستی؟ شنیدیم که میزنم صدات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله خوب سلامت بده باشی شیخ صاحب. هدف دیگه است که من خلاصه این موضوع مسئله را ما در یک کلام برات خلاصه بسازم که همین حل شود. یک بارم کتابی رو که نوشته کردین در این مورد میتونی که امرم وقتی که سعدیاب شدی به تحقیق درست مطالعه کنی و صبرم و همین سخنی که خودت سخنی گفتی یک بار میرم دوباره گوش کن. شاید بیخوابی از رمضان است متوجه نشده باشی، نگفته باشی، یا چیزی را که میخواستی بگویی اظهار نکرده باشی، دوباره بالای جمی هر دو هم موضوع، هم بالای کتاب و هم بالای یمی سخنایی را که خودت گفتی یک بار یک غور بکن. بعد از اون میتونی که دلای فهمده و خطا شده از پیش خودت هم خطا شده، این را باید قبول بکنی. تمام. من بار دیگر به خودت میگم که من این سخنم 2 مراتب گوش کردم، خودم 2 مراتب گوش کردم و در انا همین باب جهاد یک کتاب نه 10 کتاب رو خوندم. اینا فراموش نکن. هم فقه مقارن در باب جهاد و هم علمای نجد کتابایی که بزرگترین کتاب نوشتگی خوندگی است. و پیش از این که برایم در همین مسئله صحبت کنم من همین کتاب‌ها پیشم به کشودگی بود. من این کتاب از همین کتاب‌ها این گپ‌های بیان کردم. کتابی که شیخ سلیمان ابن حمدان یکی از علمای بزرگ نجد نوشتگی هستند، دلالت النصوص والاجماع على ان فرض القتال گفته. از همین کتاب ما چیزا بیان کردیم.
و این کتاب سلام ها علیکم بجز ورحمت الله جوهلا. نمیگم یک همین لحظه کتاب ردیه را میگم یک کتاب لحظه ردیه را یک لحظه او دو بروی. در این سخنها ما اول کتاب دیده بعد بر اومده گفتیم. من ردیه نگو، من ردیه نزدم، من حالت دیده گفت زدم. من گفتم هجوم کردنی به یک قوم، هجومی مقدماتی در اساس قرآن و سنت اگر نظر بکنیم، کشتن زنها و مردهای بیگناه از پیران سالها، یا زنهای پیران سالها یا مردهای پیران سالها یا کودکها یا دهقانهایی که به جنگ همراه نیستند، به جنگ اصلا همراهی ندارند، در مقدمه جنگ وقتی که رفته دو فتح هجوم کرده، کشتنش حرام است. یعنی همین گفتیم. و این منهج پیامبر بود که پیامبر در حدیث متفق علیه صحیح بخاری مسلم ثابت شده است که به صحابگان تعلیم دادن. به خالد گفتن که خالد تو به هجوم رفته ایستاده ای، زنها را نکش. و گفتیم این در منهج چنگیزخان است که چنگیزخان میگوید که هر وقتی که لشکرش به یک جا میفرستاد میگفت که زن، مرد، کودک، کلان، خرد از یک چت گذرانید، از تگ تیغ میگفت. و این بیرحمی چنگیزخان بود. اما پیامبر این خیلی تعلیم ندادن. گفت کجا این سخنی ما این کسی این کار میکنه؟ شیخ السلام متوجه علیکم نشدی. ورحمت الله همین وبرکاته. کتاب رساله را من میگم که در ردیه به خودت نوشته شده، گفتم یک بار مطالعه کن. هدف من ای بود کتاب خودت رساله را من مطالعه گفتم کن. صبر بکن. من رساله را گفتم شیخ که عزیز ان شاء الله السلام بعد از علیکم. ماه رمضان مطالعه میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید که خوب و صحتمند و علیکم سرحال باشی السلام و شیخ رحمت الله عزیز. وبرکاته. الحمدلله خوب هستیم. بارک الله فیک. الله متعال شما را حفظ بکنه شیخ صاحب عزیز. الحمدلله شیخ بر ما همه حرف واضح است و کسایی که شما را میشناسه و عقیدتان میفهمه الحمدلله از همه چیز آگاهی داره. نی کسایی که نمیخواین حرف بفهمن دیگه اینها را چه بگی شیخ نمیفهمن. حق است والله. دو سه روز است که ما به یک چند برادرها گشته و برگشته فهمیده شدیم. بعضی ها همین خیلی هستند که فهمیدن نمیخواهند، یک کاری کرده به طرف تکفیر رفتنی هستند. الله المستعان. بالفرض شیخ صاحب السلام عزیز علیکم اگه همین ورحمت الله مثلا وبرکاته. خطا رفته باشین، شما بالفرض بر فهم از اینها میگیم شما بله. خطا رفتین، این مسئله در کفر میه. منم نه اینا سوال دادم. خب باید اگر شیخ ما در باید تکفیر تکفیر شود. اگر شیخ خطا کرده خب این در این قرآن و سنت شیخ بفهمونه و قبول هم میکنه. شیخ صاحب ما میشناسیم شیخ صاحب قبول میکنه ببین در این قرآن و سنت. السلام علیکم شما یک ورحمت الله ردیه را وبرکاته. میرین. عمران یک دقیقه تو چوب شو عمران برادر. برادر عزیز کم ذره مؤدب باشین، چرا متر صحبت میکنین؟ السلام علیکم. بد نگفتیم برادر، ما خودم یک بیادبی دقیقه چوب نکردیم. شوین، اینجا ما صحبت داشتم. بفرما برادر بفرما، خودت حرف بزن بفرما. ما مایک معاف السلام میکنیم. علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. بله برادر یک سوال دارم. همین انسان هایی که از همین مسئله دفاع میکنن، قتل کشتار کودک بیگناه، سوال من همین است که در عصر 2021 یکی از بزرگترین انسان هایی که همین فتوا را دادگی هست طرفدارش هست، یکی از علمایی که گوی بزرگ است، نام همون انسان که همین انسان کتاب نوشته که هم بیچاره اگر دونات بیان بکنه همجا انسان هایی که دعوت میکنه. بسم الله نمارم بفرما. بعد من میگم که به آدم های اولی که هسته حقیقتشان بیان میکنه. همین شما که میگین مثلا زن و طفل او اونجا کشته شده، مثلا استدلال اونجا بود که شیخ عزیز اول که آمد گفت ما درباره مسکو صحبت میکنم، بازوجا گفت که مثلا طفلا و زن و بچه کشته شده. این از کجا فهمیدیم که زن و بچه کشته شده؟ گوش کن در عرب برادر، گوش کن عبدالرحمن گوش کده پوی که کوچگی نیست. یکی از همون گویا که علم است هم فتوا را دادگی ابو قتاده فلسطینی است، یک اوزیری خبیثی پلید است. علمای نجد علمای سلف قبول نمیکنند. انا همین فتوایی که شما بسیار کس چی میکند شاید ندونید که از کتاب همین شما دفاع دارید. فهمیدین؟ یک بزرگترین همین انسانی که همین فتوا دادگی است. ای کتاب کی ما دفاع داریم؟ چون خودش یک اوزیری خبیث. موضوع فکر کنم هیچ خبر نیست که موضوع در کجا آمد داخل. شما در کدام کتاب خوندین به قول کی از همین قولتون بیان میکنین شما؟ بسم الله بیان کنید. قول کی بیان کردین؟ برادر عزیز ما چی گفتیم؟ منظور ما چی میگه؟ والله فهم خود هر کس نمیتونه که بیان بکنه.
سعید یک لحظه این برادرها خودشون اصلا از این موضوع علم ندارن. این برادرها به حدیثی من آورده به کشته شدن زن، من بودن جایز نبودن کشتن زن و کودک ها، به نظرم این برادرها همه این چیزا قبول میکنند، لیکن اینها گفته شیخ گرامی ببخشید صحبت هم میکنید، ما حدیث قبول داریم. شیخ از شما گفتیم حدیث در کجا استنباط کردین؟ همین از قتل کودک و زنها کی دفاع کرده است؟ دیگه دفاع نکرده است که شما اینطور گفته است. کجا اطفال بود مگم اونجا برادر عزیزم؟ یک لحظه اطفال بود، کودک بود یا کودک نبود، زن بود یا زن نبود، ما منهج بیان کردیم. چی پرابلم همینجا؟ چی مشکلی داره؟ ما گفتیم که ما درباره حادثه مسکو صحبت میکنیم، کشتن زن، کشتن کودک، پیرانسال، دهقان در اسلام جایز نیست، حرام است. همین یکون پرابلم داره. اگر همینجا همینها باشد ولی ممکن نه حرام است. چی پرابلمه؟ اینجا هیچ پرابلم نیست. اینجا مشکلی در خود شما است. بسیار آدم هایی که از ما رنجیدگی است، بسیار آدم هایی که ما آزیری ها را زدیم، از مبشر سر کرده، وارث منیبی سر کرده، این زبیری محقق مشرکین، اینا را ما زدیم. 2-3 سال است که از جانب افغانستان بسیار جوان ها میخواهد که ما را یگان عیبی ما را بگیرد و ما را لطوکوب کند و ما را زند. انا همین از همین فرصت استفاده برده است. والله نیم زایدی آدمی که همینجا در همین مسئله گپ میزند است که والله جاهل است، نمیفهمد که چی میگوید. من تکفیر کردگی است، میگوید که من حدیثی شما گفته را قبول دارم، لیکن درونی و خونه که در مسکو بود کودک نبود. تو از کجا میدونی که وجه کودک نبود؟ وجه زن نبود. میگه تو از کجا میدونی که زن نبود؟ وجه 1000 تا زن بود. درونی و بنا به تقریبا 6-7 هزار آدم تا 9.5 هزار آدم، همون روز 6 هزار آدم بود، زن نبود. مگر ما ویدیو ببینیم صدها زن بود. اینا میگه که زن نبود. این خیلی گپ نزنین، جاهلانه گپ نزنین. زن بود نبود، مرد بود نبود. ما منهج پیامبر بیان کردیم که پیامبر انا همین سخن گفتگی اند. پیامبر من شما خواهیمم نخواهیمم، قهرم و برات هم پیامبر گفتگی هستند که زن، کودک، پیرانسال، مردم دهقانی که به شما نمی جنگد نکشید. رفته همونو کشتن که مشغول نشوید. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ببینید مجوس حاضر من سخن میکنم، یک سخن کنم، یک چند برادر موحد قریب دیوانه تقلید شده بود از سبب جاهل بودن. مجوس ایرانی وقتی که عمر رضی الله عنه اومدند ایران گرفتند، ضبط کردند، مجوس ها چه زندگی کرد؟ همه این مجوس ها را مگر کشتند؟ آیا همه ایرانی در همین سرزمین فارس اکثریت در حالت مجوسی بودند؟ بله، همه این شما میدونید که در حالت مجوسیت زندگی میکرد، آتش پرستی. عمر در خلافت عمر رضی الله عنه، در خلافت عمر اومدن این سرزمین فتح کردن. سوال به شما که انا همین مجوسی ها چه زندگی کردن؟ مشرکین گفته آیا همش کشته شد؟ نه. حضرت عمر همون لشکری که با لشکر مسلمان ها می جنگید، او لشکر شکست دادن، او لشکر نابود کردن، او لشکر همیشه به قتل رسوندن، نابود کردن، شکست دادن. سرزمین ایران فتح شد، یعنی حکومت به دستی صحابه به زیر قرآن و سنت با فهم سلفین اومد، صحابگان گذشت به قرآن و سنت حکم کرد. مردم عامه که اسلام حال قبول کردگی نه، همه در زیر حکومت اسلامی، حکومت عمر رضی الله عنه، خلافت عمر رضی الله عنه واقع شدند. مردم ایران مجوسی بودند. حضرت عمر چی گفتن؟ این مشرکین زن و مردش از یک چت کشید گفتن یا چی گفتن؟ نه، گفتن که نه، این مشرکین مجوس زندگی میکنن، در حالت مجوسیگی زندگی میکنن و حکم مجوس ها را البته حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت است، روایت کردن حدیث و به مانند یهود و به مانند نصارا حکم کردن. مجوسی ها مجوس بود، مجوسانه زندگی میکرد، جزیه میداد، زندگی میکرد. لیکن آهسته مجوسا که در زیر ظلم مجوسیت بود، دین مجوسی که خیلی دین بدی خشین بود، مردم رحم رو از دین اسلام دیدند و مسلمان شدند. مردم فارس
خودشان اسلام قبول کردند و در آمد. برای چی؟ برای اینکه مردم فارس یا ما شما را میکشیم یا مسلمان شوید. صحابگان نگفتن، گفتن که شما اجازت است که زندگی کنید. این چنین گپو است. ما وقتی که نگفتیم که مجوسی ها در خلافت عمر رضی الله عنه زندگی کردگی است، جزیه داده مجوسی ها زندگی میکند، بعضی از بنام طالب علم قریب دیوانه تقلید شده بودند که چی به مشرک است و این است و اون است. های اگر کمی پیش ندارید حضرت عمر به طعنه میزد رضی الله عنه. نه، این دین در این دین جاهل و صحبت نباید جاهل و صحبت کنید. دین دفاع میکنید، دین رو میخواید که دفاع کنید، به علم دفاع کنید. عاقبت جاهلان دفاع کردن دین انا همین فتنه تفریقه در بین موحدین است. شما باید قبول کنید که در دین ما در وقت فتح کردن و هجوم کردن کشتن زنها، کودکها، پیرانسالها، مردمی که عادی است جایز نیست. شما باید قبول کنید که یهود و نصارا اگر به دست شما تسلیم شدند و مردم عامهش غلطید، مجوسی اگر یک قبیله بزرگی باشد به دست شما غلطید و واقع شد، اگر به مانند سرزمین ایران بسیار مردم مجوسی باشد، شما به مانند صحابگان معامله کنید، جزیه گیرید. انا این چنین کارها بود. البته حاضر مجوسی نیست، حاضر مجوسی موندگی نیست، حاضر یهودی نصارا است. اما این مسئله ها را جاهلان نمیفهمند. کفار تقسیماتش که کفار محارب است، کفار مستأمن است، کفار معاهد است، کفار ذمی هست، اینها را این جهلان نمیفهم. برای همین به طالب علم علما هجوم میکنن. نه صبر کنید. بله برادر عمران یک سخنی خیلی بهترین هم گفتن. در تکفیر بعضی شما در حقیقت غلو کردگی هستید، فرصت طلبانه تکفیر میکنید. اگر شما گویید که ابو محمد خطا کرد، آیا به خطاگی تکفیر کرده میشد؟ اگر خطا کرده باشد گجوی این خطاگی کفر اکبر است، شرک اکبر است. من سخن از پیش خودم نگفتم، سخن علما را گفتم. فهمیدید؟ ما بار دیگر میگیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فتنه خواه که کی ها بود که فتنه میخواستند، برابر همین چیزا برافته شدن. والله اعلم. ان شاء الله که صحتمند و ترال باشید. شیخ گرامی درست هستم، تمام سخنانتان ما قبول داریم، اما در جایی که حدیث شما آورده این حدیث اینجا چی ربط داشت؟ شیخ هیچ ربط نداشت. شما مستقیم آمدین درباره مسکو سخن کردین، باز گفتین حال میگین کسایی که جاهل است ایرا فرق مستعمنه یا دیگر نمیتونه. الحمدلله فرق کلش میتونیم. یعنی ما به این زیچی تکفیر که حدیث گفتین که بیایم در گپ جزئی تکفیر کنیم. سخنهای شما را دانه دانه گوش کرده، دانه دانه پس ردیه زده و کسی کتاب نشته کدو کدام نافق هم نیست، کدام جاهل هم نیست، کلش با علم با فهم دانه دانه پس ردیه زده. به اساس او که با دانه دانه تکفیر کرده، دانه دانه کنی به من یک جای تکفیر بیار، یک جای تکفیر شدنی من ذکر کن که من در کجا تکفیر میشم. بسم الله. او به اساسی که ملت تاجیک قومگرایی و اینجا گفتن قومگرایی کردن، ملتگرایی کردن بین اساس. بر اساس یک لحظه یک سخنی من قومگرایی ملتگرایی از نظر دو سه نفر شما باشید من تکفیر میشم؟ مگر امین است؟ من قومگرایی، من خودم همچون قومگرا ذکر نکنم، من ضد قومگراها باشم، من ضد ملتگراها باشم، این مشکلی به سر تاجیک آمده باشد، تاجیکستانی، من درباره تاجیکستانی اگر صحبت کنم برای که پرابلم به بالای تاجیکستانی است، به بالای افغان نیست. آخه این پرابلم افغانا به دخل نداره، به بالای پاکستانی و هندستانی و عرب نیست، اینجا به بالای تاجیک است. تاجیک ها را در روسیه هزارها نفر قاپیده محکم کرده شدند، تاجیک ها را در تاجیکستان قاپیده محکم کرده شدند. من درباره افغانستان گپ زدم، درباره کی گپ زدم؟ من وقتی که درباره پرابلم که در همون منطقه است گپ زدم، من مگر قومگرا میشم؟ همون کسی که همین مسئله به من قومگرا گفته تکفیر کرده است جاهل است، همین کتاب نویسنده جاهل احمق است، همین گپش که من تکفیر کردنش که فهمیدی؟ یک حادثه میشه، یک لحظه برادر عزیز، یک حادثه در افغانستان شود، شما برادرهای افغان، علمای افغان برای درباره مردم افغانستان، درباره مردم جوانهای افغانستان، درباره فتنه افغانستان گپ زنید. من شما ملتگرا حادثه در افغانستان شد، علمای افغانستان برآمده گپ زدن. مثلا
حادثه در تاجیکستان این به این حادثه تاجیک ها دخل دارد. پرابلم با بالای سری شما نه، با بالای سری تاجیکایی که در تاجیکستان هستن هست. برای همین ما خاص تاجیکا گپ زده هستیم. آخر من اینجا به چه خیلی شما را قطعی میکنم. افغان ها شما را احتیاط باشد که چی باید من یک کالر کورفر دیونه چی شما گازم برادر ازم. شیخ عزیز ما ببخشید زمین برادر که ابن تیمیه است زمین یک سوال دارم. ابن تیمیه عزیز آیا به نظر خود شیخ قوم پرست است؟ اما قدر شناخت که شیخ داری آیا به نظر قوم پرست است شیخ؟ ببین برادر یک برادر گرامی من نمیم که شیخ قوم پرست است یا ملت قوت پرست قوم پرست نیست بچه رو تاپیک قوم پرست سرش میزنید. گپ گوش برادر گرامی تا یک ما هر وقت سوال میکردیم درباره از این مردم میگفت ما جناب مردم او طرف بگذار. ما سوالم از شما است که آیا استاد دمق مدت که شما استاد نشناسید؟ ببین جناب من میشناسم درست است که میشناسی وقتی که استاد قوم پرستی نکرده، وقتی که عقیده استاد میفهمی، وقتی که استاد دمق در چند سال میشناسی، پس چطور شما مینه چیز تاپا میزنید که اصلا در وجود استاد دیگه گپ نیست. عمران چی قبول بکنه؟ قوم پرستی رو قبول بکن در حالی که در وجود استاد گپ نیست. برادر عمران صبر کنید یک لحظه. همین انسان‌هایی که امنو دفاع دارن یک سوال دارم من. همین 2 روز میشه یا 3 روز یا 4 روز پیش در همون افغانستان بانک کفوندن، یعنی خزینه را ترک کردن. بانکی که خزینه سوالی من با همون انسان‌ها با کدام حجت همون عمل شما میکنید؟ غرض نیست یه گپ دو باره نیست سوالی و مسئله است که باز دو باره گپ میدونیم همین این مسئله هم حجت بیان کنید. اول صحبت بکن عبدالله بیا گپ زن کو. برادر حرف میم شرط نه موضوع را از این طرف اون طرف بر نکشین. من برادر عزیزم مریض هستم، من زیاد فرصتی گپ زدنم ندارم، نفس گیر میشم زیادتر تستر. یه روزی معذرت خواهی میکنم. ابو محمد مدنی این مسئله شما که استنباط ابن تیمیه ببینید برادر والله استنباط درست نبود باید قبول کنیم. والله قسم است الله دلیل میکنه دایی باره ببینید گوش داره ابن تیمیه انسان این باور کرد من آداب شما به اخلاق شما به میبخشه توف کردم فهمیدید. 50 بار نامت میگیرم یک بار خاموش نمیشی. یک بار ایست تو بله میکنی من نمیفهمم. اینترنت ما ضعیف بود صدایتون درست نامد. یک بار اینترنت ما ضعیف بود. شد تمام بفرمایید. همین اینترنت تا 50 بار که میگوی اینترنت من ضعیف بود اینترنت آدابت کجا خاموش شوین. بی ادبی بی اخلاقی مدنیت ندارد، آداب ندارد، فرهنگ ندارد. بله کرده میگرد. بیا به نوبت ارومون گپ زنی. بیا کمی آدم برین گپ زنی. حیوان نیستیم که ما آخر سبحان الله. واله کمی خاموش شو یکدم خاموش استیم یکدمی. سبحان الله چی به ادبی است. قطعی امروز صحبت نکنی ابن تیمیه غله یک کمی پیشتر برادر عمران دارم با من صحبت میکنم. حال صحبت مقصدشون نگفته یک برادر میبرد میگه که چوب بشو. برادر میبخشیم برادرایی که از افغانستان هستن آداب نداریم بسیاری شما. اگر با من قومگرا میگین چیزی میگن بگن آداب ندارین شما. بسیار برادرای ما از افغانستان آدابشون ندیده استن. ما برادرها میگیم که یک بار بیاید به نوبت گپ زنیم. همین 2 تا آدم من قطعی شما غله کنیم هر دو ما برابر. چی میشه عاقبتی کن؟ آداب کجا است؟ کمی به نوبت صحبت کنیم. من میگویم که من حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو که گفتن که زنها رو کودک ها رو بیگناه ها رو کشتن حرام است گفتن. کسایی که همین گفته مرا همین حدیث ها رو قبول ندارن دلیل بیارن. اما ابن تیمیه میگه که نه ما این حدیث قبول داریم، این حدیث های گفته شما رو قبول داریم، ولی این حدیث به بالای مسکو ماندن شما غلط است. من میگویم که من چی میدونم که این کار کی کرد. این کار هر کسی که همین کار هجوم گفته کرده باشه غلط کرده است. میگم هر کسی که هجوم گفته همین کار در مسکو کرده باشه غلط کرده است. میگم همین کار در هجوم گفته در افغانستان کند هم همین کار هجوم گفته در
نمیدونم پاکستان کند هم همین کار هجوم گفته در تاجیکستان کند هم همین کار هجوم گفته در امریکا کند هم همین کار هجوم گفته در سعودی کند هم که ما هجوم میکنیم تاجیکستان به افغانستان به سعودی به گفته رفته مردم کفونت مردمی که زن است کودک است پیرانسال است مردم عادی است ما از نظر شریعت این چنین هجوم کردن حرام میدونیم فهمیدید همین کار طالبان پیشتر پیش از حکومت گرفتنش یک چند بار کرده بود هجوم کرده ایستاده این گفته در درون بازار افغانستان در آمده مردم گم صدها مردم مسلمان رو میکفون ما همین وقت هم گپ زده بودیم چرا هیچ کس رای وقتنده ما به رد نزد چرا ما 2-3 سال 4 سال یا 3 سال پیش وقتی که 5 بار 6 بار این مسئله به گپ زده بودیم که انا همین کاری که طالبان میکند مردم افغانستان بیچاره را اومده مردم میکشد مردم در بازار کشتن پیامبر من کردن مردمی که بتونه میجنگد کشتن من کردن گفته طالبان برات زدگی بودیم هیچ کس گپ زدگی نبود همه راضی بود دیگه چی بکنیم اومده گپ زده که گویا که من یکمین مراتبه در عمرم گپ زده باشم که طرفداری مسکو را کرده و طرفداری روسو را کرده باشم نه برادر عزیز این سخن اولین بار من نیست من در این مسئله یک چند بار صحبت کرده هستم در این مسئله طالبان وقتی که در افغانستان همین کارها را میکرد مردم عامه را اینجا 2 تا میلیسه است گفته 100 تا مردم عامه را میکشت ما علما به برآمده سوال دادیم علمای اهل سنت گفتن که نه این درست نیست از نظر مصلحه و مفسده این کار درست نیست 1-2 تا سالدات به 100 تا مسلمان کشتن دوما در وقت هجوم کردن مردم عامه زنها و کودک‌هایی که بیگناه است خواه مسلمان خواه غیر مسلمان کشتن در وقت هجوم حرام است این فقط به مسکو ربط ندارد این فقط در حادثه‌ای که در روسیه شد ربط ندارد این به اروپا هم ربط دارد این به امریکا هم ربط دارد اگر کسایی که ما اروپایی اینا گفته طعنه میزنند الحمدلله که ما در اون جایی که اونها میگن نیستیم این به دولت‌های مسلمان نشین خواه افغانستان باشد خواه پاکستان باشد خواه تاجیکستان باشد خواه سعودی باشد خواه مصر باشد مردمی که شما که جنگ نکرده ایستاده اند و شما جنگ نکرده ایستادن این مردم رفته هجوم میکنیم گفته کشتن درست نیست انا همین مسئله به سلف صالح یک لحظه همین مسئله به سلف صالح اجماع کردن که در وقتی هجوم کردن یگان حالت به زن کودک پیرانسالای کشتن ممکن نیست اجماع رو محمد ابن عبدالبر در کتاب تمهید ذکر کردن نووی در کتاب صحیح مسلم ذکر کرد اما بعضی از مردم همین اجماع به ضد برآمدن به مانندی ابو قتاده فلسطینی بود کی بود ابو قتاده فلسطینی گفتن یکی از انسان ها همین اجماع به ضد میبراید در حالتی که خودش عذری است جهل عذر میگه مشرکای مسلمان میگه لیکن میگه که در وقت هجوم کردن زن و مرد همه کشید میگه این باطل است این سخنش همین سخن ابو قتاده فلسطینی باطل است میگیم و خودش یک گمراه میگه در این مسئله کتابها نوشته شده است رد و بدل زیاد است ما میگیم در وقتی که ای مسلمان ها وقتی که شما هجوم میکنید به یک جا سخن پیامبر فراموش نکنید زن کتی مرد برابر نکنید کودک برابر نکنید دشمن کتی آدم بیگناه برابر نکنید بگیم چی مشکلی دارد اینجا اما اینجا نازکی های دیگر مسائل دیگر قسم های دیگر وجود دارد که او در جاهای خودش و مسائل نازک خودش در جاهای خودش مسائل فقهی است ما عموما یک مسئله به صحبت کرده استیم یک مسئله به و ما منهج گفته استیم منهجا یگان مسلمان حق ندارد که مردم عامه رفته هجوم میکنه گفته ترک کند درست نیست احتیاط باشید من حالی در آینده سخنهای بسیار این علما را در این مسئله خطا کرده هایی که به مانند ابو قتاده فلسطین نمیبریم
و این سخنهای حزبی ها را میبریم. حزبی های تاجیک هم مثلا من صحبتاشو البته بعضی برادرها تسجیل کرده گرفتگی، اگر اینها در حق ما به ادبی را خیلی ادامه دادن گرفت به مانند محمد اقبال من شانتاژ کردنی شده است اینجا و نه برای عیب به بالای سرت این اون گفته. این احمق جاهل نمیداند که ما این به توپ کرده هستیم، این نیکتو هست، یک آدمی پست است که ما که هرگز بر ما صحبت نمیکنیم. اینا با حقوقش زیاد میکنند. ما سخنی محیدین کبیر را داریم که اسلحه میگیریم گفته است. سخنی محمد اقبال صدرالدین در تاجیکستان داریم که میگوید که برای کار کنید، میگه نگفته ما به کار کران گرید. میگه سخنی گروه 24 داریم، میگه که مردم افغانستان شما اکی فهمید که ما قبیله گرای نکرده شدیم، ما درباره تاجیکستان گپ زده شدیم که مردم تاجیکستان به یک چند مسلمان های مردم تاجیکستان بالاش به یک چند نمودی مردم است، یک عده از مردم فتوا داده ایستاده است، به مردم تاجیک فتوا داده است، به مسلمان های تاجیک، به بچه های جوان که بچه ها خودتون به چیز پوشانید روید ترک کنید گفته شده است. بعضی مردم ما اینا پیش گیریم، ای تاجیک بچه ها، ای مسلمان ها این کار نکنید، گویم ما کانگرو میشیم. این گپ، این سخن یگان جماعتی به نام جهادی نه طالبانش، نه قائدیش، نه داعش، نه اینش. این گپ ما از این مردم تا به حال نشنیدیم و خود ما اصلا این سخن نگفتیم. ما این گپ از انمین حزبی ها شنیده شدیم. در تاجیکستان یک گروه است، حزب خودش گروه 24 میگه. مرامت ویدیو که تمی سخن گفته است، میگه که شما خودتون ابو اینی هم میگید این هیچی هم نیستین. ای مردم میگه خودتون به تناتون به پوشید، میگه روید قوت مردم به دروید خودتون پاره پاره کنید، میگه کفونید. میگه ما محمد اقبال گفته که یکی دیگر حزب نهضتی داریم که میگه که ما به ایقا هر سخن کرده این اون از ما دست کنال مسئله را نپرسید، میگه هر کاری که میتوانید رفته کنید. میگه ما یک چند دیگر راهبرای دیگر از گروه های مخالفش داریم، زپسوش داریم که میبرد 3 نفر شوید، برایید روید خون بها زنید، روید مردم کشید گفته شده است. پرابلم تاجیکستان ما گفتیم که ای مردم مسلمان تاجیک، ای جوانهای تاجیک، کشاکشی سر نکنید. اگر در اساس شما این جاهلیت کشاکشی سر کنید عاقبتتون وزمین بشد. اما اگر من درباره تاجیکان خیلی گپ نزنم، درباره کی گپ زنم؟ آخر این حزب‌هایی که در تاجیکستان هستند، این گروه‌هایی که در درون تاجیکستان یا در اروپا هستند، این به افغان‌ها چی ربط دارد؟ این به ازبک‌ها چی ربط دارد؟ این به قزاق قرغیز چی ربط دارد؟ این به تاجیک ربط دارد. من برای به تاجیک گفتم که ای جوان‌های تاجیک، ای جوان‌های تاجیک، ای اهل سنت و الجماعت، این دسیسه‌ها به این فتنه‌ها به گرفتار نشوید. هر کس شما به برآمده گفت که من تو به پولت میتیم، یا تو قهرمان میشوی، یا تو این میشوی، کودک به بین بدنت بگو چیز بند دوره به فلان و ترک کن، گوید ای فکر کن، شتاب نکن، فریب میدهد تو را گفته شده. اینجا صدها جماعت است، هر کس منفعت خودش دارد. یگانه کسانی که مردم از خونریزی ناحق باز داشته شده ما طالب علمان اهل سنت. برای چی؟ برای اینکه ما همین جوانهای تاجیک اهل سنت به غم میخوریم. جوان تاجیک اهل سنتی که در تاجیکستان است، من نگویم عبدالظاهر داعی از افغانستان هستند گویم که من تاجیکستان خوب نمیفهمم، نگویم کی گوید. این جوانهای تاجیک بسیار به این بازی ها، این جوانهای تاجیک بسیار به این بازی ها در آورده ایستادند، به بازی های فریب و نیرنگ قربان شده ایستاده. صدها هزارها جوان تاجیک بیهوده محکم شده ایستاده است. یک چیزی دیگر، ای برادرهایی که شما میگویید که کاری که در روسیه شد ابو محمد تو خطا کردی، تو نباید صحبت میکردی، تو کافر شدی، خیر معلش. و بعد از این میگوید که بعضی کسا میگن که این کار حق بود. سوال به شما، اگر همین کارت شما حق باشد، در همون درون روسیه همین کاری که شما کردید اگر به گفت شما حق باشد، شما اگر همین کار کردید و یک چند نفر وفات کردگی باشد، یک مراتبه شما در همین کاری کردهتون مصلحه و مفسده را نظر کردید یا نکردید؟ کسایی که همین کار حق میگویید،
همین کار کردم. بعد از همین کار کردن من چی فایده به مسلمان ها میبود یا چی ضرر به مسلمان ها میبود؟ یا بسیاری به کارهای شما مصلحه مفسده دخل نداره. مگر سلف صالح اجماع نکردن که حاکم شما اگر کافر شود، گفتن اگر مرتد شود، همان وقت شما ضد همون حاکم خروج کنید، به حاکم جنگ که قدرت داشته باشید. اگر سخن من به علمانه باشد، علما باید به من رد زنید و گوید که بله همین سخنت همین مسئله به جاهلانه دیگر مسئله به رد نزنید. همین مسئله به سلف صالح گفتن که اگر حاکم طاغوت شود، اگر حاکم کافر شود، همان وقت شما به خروج کردن حق دارید که قدرت و توانایی داشته باشید. احمد ابن حنبل در زمان خودشان حاکم کافر گفتن، مأمون کافر گفتن، لیکن مردم به خروج دعوت نکردند. برای چی؟ برای اینکه قدرت نداشتند، برای اینکه اهل سنت موحدین احمد ابن حنبل آدمهای انیق لشکر نداشتند. اگر احمد ابن حنبل 200 نفر کتی شمشیر کتی میخواستند، مأمون 100,000 200,000 لشکر داشت، میخواست احمد ابن حنبل تمام مسلمان ها را نابود میکرد. چه که در زمان حجاج ظالم، وقتی که حجاج ظالم ظلمش درجه بالا رفت، قسمی از سلف تکفیر کردند. یکی از اونها اوزاعی حسن بصری و یکی از اونها سعید بن جبیر بود. سعید بن جبیر، بله، سعید بن جبیر یکی از تابعین، 1000 لشکر جمع کردن، از همه فارس ها آمدن، حجاج ظالم که جمع کردن، شکست خوردن. اینقدر شکست سخت خوردن که بعضی از علما گفتند که بعد از شکستی سعید بن جبیر اهل سنت و الجماعت چنان ضعیف شد که به گفته نیست. بعد از این علمای سلف اجماع کردند که به حاکم ظالم حتی خروج کردن درست نیست. گفتن بعد از این اجماع شد، تا این اجماع نبود. تا این وقت به حاکم ظالم خروج کردن جایز بود، به مانند بارک الله فیکم حاکم اگر خطا کند خروج کردن، به مانند این که حسین ابن علی رضی الله عنه خروج کردند و یک چند خروج ها شده بود. اما بعد از حادثه سعید، بعد از این سلف اجماع کردند که نه، مفسده برای مسلمان ها ضرر زیاد شد. ضرر از این خروج ها برای مسلمان ها زیاد است. برای همین میگوییم که یک حاکم مسلمان ظالم باشدم خروج نکنید. یک، اگر کافر شود، اگر طاغوت شود، کدام وقت خروج میکنید؟ وقتی که قدرت و توانایی داشته باشید خروج کنید. قدرت و توانایی نداشته باشید صبر میکنید. چرا؟ برای اینکه شما قدرت نداشته باشید، همه خیلی خیزید، 1000 نفر 500 نفر موحدی بوده خیزید، یک روز به نابود بدتر میکند، ریش و بیش که اهل حق از این منطقه نابود میکند. این منهج اسلام است، این منهج قرآن است که مسئله که به اصول دین ربط ندارد، مسئله که به اصول دین ربط ندارد، مسئله که مسئله جنگ است و کشتار است و مسائل این است و آن است و یا دیگر مسائل اجتهادی، مسئله که اصل دین نیست، مسائل اجتهادی است، همیشه به مصلحه و به مفسده نظر کرده میشد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که این کار میکرد باید فکر کند بود که بعد از این کاری کرده اش چی فایده به بالای موحدین می آید و چی ضرر به بالای موحدین می آید. امروز کسانی که دعوا میکنند که در همون روسیه این کار کردیم، چی فایده به بالای موحدین آمد؟ همین سوال به جوابتیان که ما به 10 تا فایده ضرر ذکر کنیم، ما هم 50 تا ضرر به بالای اونها ذکر کنیم. صدها برادر موحدی که آرام توحید آموخته، دینش حفظ کرده، اهل سنت شده، آهسته آینده برای اهل سنت یک عالم و طالبین شدنش ممکن بود، امروز در روسیه میقپند، بهانه تروریستی به بالای سرش میزنند، فردا میبرند در جنگ اوکراین کشته میپرتویند. این حادثه که در مسکو شد، این یک بهانه شد، بهانه به روس‌ها، به حکومت روسیه، بهانه به حکومت تاجیکستان. هم در تاجیکستان هم در روسیه میقپند مردم تاجیک موحد، خواه زن باشد خواه مرد، میبرند درون ترمه، یا میگن یا میری جنگ اوکراین صف روس کتی یا که همینجا نوبتت میکنیم. صدها تاجیک موحد مسلمان قبضه شده. این یک بهانه شد.
روس میبخشید به زبان روسی پلیوات میگن، به زبان تاجیکی فارسی گیم توف کرده است. همین 100 نفره که در درون همون کینوتئاتر نمیدونم در درون همون رقص و بازی که اونجا بود، انا همونجا 100 نفر می 140 نفر کشته شد میگن. این اول دروغ است راست است والله اعلم، اینو ما نمیدونیم. باور کنید حکومت روس پلیوات کرده است، این چیز به توف کرده است. 200 نفر کشته شدن. حکومت روس به هیچ ضرری ندارد، پروا ندارد حکومت روس. از این چیز این استفاده میبرد، از این چیز استفاده برده ایستاده است. ضرر به بالای با مسلمانان تاجیک اهل سنت است. لپای آدمی که نماز میخواند، لپای آدمی که کمتر مسلمان میشده ایستاده است، اینا میبرند و کشته نابود کرده ایستاده. بعضی آدما دعوا میکنند، داد و فریاد زده ایستاده است که این همین کاری که در مسکو شد ما کردیم گفته. یک بار شما نظر کنید که این کار در حقیقت شما کردید یا دیگر کس کرد. این کار یگان جاش به حقیقت راست نمیواد. در درون این کار شبهات و در درون این کار نافهمی ها و در درون این کار بسیار جایهای عجایبات و غرایباتش وجود دارد. ساخته و بافته هاش وجود دارد. مردم امروز عقل دارد. اینقدر یک مردم ساده نشوید، مردم عادی نشوید. ما این سخن گفتیم. این سخن گفتیم که این کار کردید شما، اگر شما کرده باشید چی فایده گیرید شما؟ مردم مسلمان تاجیکستان آزاد دینشون خونده از شرک و کفر کم کم برآمده ایستاده بودند. هزارها مردم آزادانه توحید فهمیده کم کم به سوی توحید رفته ایستاده بودند. ما جهمی ها داریم، اشعری و ماتریدی مردم ما را احاطه کرده گرفتگی است. قبوری داریم، قبوری ها مردم ما را احاطه کرده گرفتگی است. ما رافضه داریم، ایرانی ها میلیون ها صرف کرده حکومت ایرانی صهیونیستی مردم تاجیک هزارها جوانش در ایران خونانیده، هم در روسیه و هم در تاجیکستان مردم جوانهای تاجیک رافضه کرده ایستادند. ما میبینیم که از یک طرف مجوسی ها مردم تاجیک شبهه ریزانده ایستاده است. ما میبینیم که بسیار مردم جوانهای مردم تاجیک از توحید دور است. در همین وقت آهسته مردم جوانهای تاجیک، زنهاش، پسرهاش، مردهاش، جوانهاش آهسته به طرف توحید در آمده ایستادند. توحید ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات فهمیده. اهل سنت و جماعت چی گفته نگاه پس اکل فهمیده ایستاده بودند که انا این کار شد. هزارها آدم فرار کرده گریخته می رود. دیگر درس های توحیدی را گوش نمی کند. در همه جا دیگر در روسیه گوش کردنی فقط ابو محمد نه، عبدالظاهر داعی هم معروف راسخ هم دیگر حتی نوی آذری هایی که هست، حتی آذری های گوش کردنش ممنوع هست. انا که شب و روز این جوان ها را برده محکم میکنن، از درون محکم برده لشکر به جنگ اوکراین برده ایستادند. تاجیکی بیکسه. اما در این وقتی که به تاجیک ها نصیحت میکنیم که خداتون دارید، بی اهمیتی نکنید، بی عقلی نکنید، دینتون حفظ کنید، ما اینجا ملت درو شدیم، ما اینجا کافر شدیم، ما اینجا من نمیدونم چی بلا شدیم. ای عقل کار فرمو، ای ساده، ای بی عقل، ای انسانی که تو نمیفهمی که در کدام مسئله صحبت میکنی. آینده را می فکر کن. یک کمی در بالای جوانهای تاجیک، در جوانهای مسلمان تاجیک باشد، اگر جوان مسلمان تاجیک و اگر ازبک باشد همین حادثه، ما با این حادثه درباره جوانهای ازبک صحبت میکردیم. اگر این حادثه درباره جوانهای عرب می بود، انگلیس می بود، درباره جوانهای عرب و انگلیس صحبت میکردیم که در وقت شکردگی هستیم. درباره غزه هم یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، 10 بار صحبت کردیم. چرا در این مسئله صحبت نکنیم؟ مفسده، عاقبت این کار فقط ضرر است. از این کار انمین حکومت تاجیکستان، از یک طرف حکومت روسیه، از یک طرف من نمیدونم این حزبی های مخالف ها غلبه کرده ایستاده است. همه این مغز، همه این ضرر به مسلمان ها. من به مردم تاجیکستان، به مردم مسلمان تاجیکستان 3-4 ماه پیش یا 2 ماه 3 ماه پیش گفته بودم که مردم مسلمان تاجیک، شما از یک طرف حکومت دارید، از یک طرف این مردم مبارزه دارید. این حکومتی هم شما را استفاده میبرد به خاطر در حکومتش موندن. این بنا مبارزش که این حزبی های گوناگون است، اینها هم شما استفاده میبرد به خاطر به روی قدرت آمدن. شما
در بین عذاب میکشید، شما در بین نابود میشید، شما در بین کشته میشید، شما در بین تورمه به خوب میرید، شما در بین خون شما قدر ندارد. ای مردم مسلمان توجیه گفته، من گفته بودیم انا مرحمت همین روز تماشا کنید، امروز تماشا کنید. امروز همه ای پرابلم به سر مردم مسلمان در روسیه آدم های الکلی که نمیقپند با مسلمان نمیقپند، با ریشدار نمیقپند، با نمازخوان نمیقپند، میبرن تورمه میکنن، از تورمه جنگ میری، جنگ کشته میپرتن. دین ما برای حفظ نفس اومده است. ما در علم اصول فقه خوندیم که دین ما از نظر مصلحه و مفسده صحبت میکنه. مصلحه اساسی که دین ما همون حفظ میکند، یکم دین ما میخواد که مردم مسلمان انسان نفسش حفظ کند. شریعت ما برای نابود کردن انسانیت نآمده است، برای حفظ انسانیت در اساس قرآن و سنت، در زیر حکم قرآن و سنت آمده است. چی رسد حفظ یک مسلمان، چی رسد حفظ یک جوان مسلمان؟ ما علما، ما طالب علم های اهل سنت و الجماعت باید به این مردم مسلمان تاجیک بیچاره بیکس راهش نمیداند، هیچ کس به اینها راه نشان نمیدهد، به اینها باید راه نشان بدین، به اینها باید نصیحت بکنیم. نشود که بیهوده مرده روند. نصف جوان تاجیک مسلمان رود. امروز من برای چی درباره تاجیک ها صحبت کردم؟ ملتگرا شدم و کافر شدم. برای چی؟ برای آنکه امروز جوان های تاجیک اینقدر جوان های مسلمان، خودش مسلمان میگه، از طرف روسیه رفته اوکراین به زده سودیس، جنگ بیگانه به شرکت میکند، با ریشه موندگی با نماز میخواند، حکومت روسیه به جنگ کرده، دفاع کرده، کافر شده ایستادیست، با خودش مسلمان میگه. اینها کم نیستن، اینچنین بچه ها کم نیستن. اینچنین تاجیکایی که مرحمت رفته در جنگ های بین روسیه و اوکراین جنگ کرده ایستادن کم نیستن. از جانب روسیه اومده اوکراین به در اومده جنگ کرده ایستادن کم نیستن. اینها خودشون مسلمان میگن. ما باید اینها بگویم که اینها گمراه است. دیگر جوانهای تاجیک مرحمت بعضی این حزبی حرکت های گوش کرده ایستادن، حزبی حرکت هایی که تاجیکی در اروپا هستند. بعدش میگه که خودت به بمب بند، مثلا سخنی کی رو گوش کردیم؟ سخنی حسین اشورف رو گوش کردیم. راو میگه در همون تاجیکستان در بین مردم در میگه، آشکار گفته شده است. خودت مرحمت ترک میگه. کی بودین؟ محمد اقبال صدرالدین میگه که از ما هر جانبش نپرسید، روید به تاجیکستان هر کاری که از دستتون میاد بکنید میگه. سخنی در دو جان طلاف است. 3 نفر و 4 نفر 5 نفر و 6 نفر شوید خون بها کنید میگه. مردمی تاجیکی که توحید نمیفهمد، جوانی تاجیکی که توحید نمیفهمد، وقتی که به این جنگ ها داخل میشد، وقتی که میمورد، از توحید بیخبر مرد. حرام مرد یا نمرد؟ برای حرام مرد. ما برای همین میگیم که ای جوانی تاجیک، توی به این فتنه ها داخل نشو. اینقدر این کردن در کار، اون کردن در کار نگو. خود ترکانی بس کن، خود توحید آموز. الله به تو امر میکند که خودت حفظ کن، توحید آموز، موحد شو. هر کاری که میکنی در اساس لا اله الا الله باید باشه. جاهلانه کار نکن. اکنون شما باید که چرا تو فقط درباره تاجیکستان این گپا رو گفته شده؟ برای اینکه حاضر مسئله همین است. اگر آینده مسئله در افغانستان شود، به قدر استطاعتمون، ما به قومی که در اون قوم علما هستند، ما از اون قوم خبری زیاد نداریم، لیکن به قدر استطاعت به اون قوم میگوییم. چهلی که پیشتر گفته بودیم، چهلی که پیشتر به طالبان ما خطاب کرده گفته بودیم، 3 سال 4 سال پیش گفته بودیم که طالبان اون مردم عامه که خودشون مسلمان میگن، نماز میخونن، اومده اینها را در بینش خود کفوندن. این منهج پیامبر به نیست گفته بودیم. این سخن ناوی ما نیست.
چرا بعضی مردم گریه کرده ایستادن؟ گویا که ما این سخنمون نو باشد. نه برادر عزیزم، این سخن ما از اول هم بود. این قومگرایی نیست. شما نمیفهمید که ما چرا درباره تاجیکستان صحبت داریم، برای آنکه شما آینده را نمیفهمید. چهلی که در سوریه مسلمان ها وفات کرد، چهلی که کودک ها گرسنه تا حاضر مرده ایستاده است، چهلی که سرزمینی فلسطین یهود غصب کرد، چهلی که 4-5 رافضه در سوریه علوی ها، همین بشار اسد علوی است، اکثر مسلمان ها را حکم میکند. آینده بسری یعنی تاجیکستان هم همین حالت اومدنش ممکن است. مگر ما اهل سنت راضی هستیم که همین حادثه بسری تاجیکستان بیاید؟ مگر ما راضی هستیم که مرد و زن مسلمان خونش ریزد؟ مگر ما راضی هستیم که اهل سنت به تمام از این منطقه نابود شود؟ مگر ما راضی هستیم که جوانهای اهل سنت بیهوده خونشان ناحق ریخته شود و خون دیگران را ناحق ریزانند؟ نه، ما راضی نیستیم. آخه این منطقه تاجیکستان یک منطقه حساس است. از یک طرف خطای است، از یک طرف طالبان است، از یک طرف روس است. در این منطقه اگر یک کمی شروع شد، فقط خون مردم مسلمان میریزد. جوانهای تاجیک مسلمان اهل سنت یا بسیاری کسایی که خودش مسلمان هم میگد عقیده رو نفهمید، هزارها آدم میمرد، زنده ببور میشد. چهلی که در دیگر منطقه ها میشد اینجا میشد. فتنه چیزی بد است. مردم، فتنه چیزی بد است. در یک طرف 250 هزار نفر ما در تاجیکستان پامیر داریم. پامیر گفتن جا داره. 250 هزار نفر علوی ها هست، اسماعیلیه ها هست. معذرت خواهی میکنم، اسماعیلیه. اگر رفت تو تمام حکومت ها گفتن که ما اسماعیلیه ها را طرفدار میکنیم، برای ما اسماعیلیه ها خوب است. اسماعیلیه ها برای حکومت به زیر دستش بگیرد، از امروزه بدتر تو میکنه، زنده بگور تو میکنه. چی به آینده ما فکر نباید کنیم؟ من وقتی که در این باره صحبت میکنم کجای قومگرایی است؟ اگر علما درباره آینده صحبت نکنند، اگر طالب علم ها درباره آینده صحبت نکنند، اگر طالب علم ها مردم از فتنه بیان نکنند که ای مردمی که خودت مسلمان میگویی رقص کرده گشته ای، اولی عذاب الله در پیش است. ای مردم مسلمان تاجیکستان، اگر شما به خود نآیید، اگر شما به دینتان چنگ نزنید، اگر به لا اله الا الله چنگ نزنید، عذاب الله، اولی فتنه های سخت در پیش است. اینه فراموش نکنید. اینه فراموش نکنید که فتنه ها به این مردم پراکنده، به این مردم تاجیکی که به لا اله الا الله چنگ نمیزند، خودش مسلمان میگه، جاهل است، خودش مسلمان میگه، قرآن و سنت یک طرف پرتافتگی، خودش مسلمان میگه، همیشه در 2 جاهل و 3 جاهل گرد اطرافش است. من البته یک برنامه فکر کرده بودم. من با برادر ابو عبدالرحمنم همین رو صحبت کردم، یا دیروز من گفتم یک برنامه باید بکنیم که درباره آینده تاجیکانی که در تاجیکستان هستند، درباره آینده اینجا چی شدنش ممکن است. البته آینده گپ زدن 100% غیب گپ زدن این کفر است، لیکن یک نظرسنجی کردن که روش کار به کجا رفته ایستاده است. ببینید امروز تاجیکا، همین روز حالت تاجیکایی که از تاجیکستان هستند اگر نظر بکنید، از یک طرف حکومت است، ضد حکومت مبارزه است، یا نهضت است، یا وطندار است، یا که مثلا گروه 24 است. بله اینا 2 گروه، حکومت است و ضد حکومت مبارزه است. اینا 2 گروه شد اینجا. گروه یک مثلا حکومتدارها، ضد حکومت مثلا گروه های پراکنده، مثلا نهضت است، حزب نهضت اسلامی میگه خودشه، و گروه 24 وطندار. سوم گروه کسانی که بی‌طرف مرده. چهارم گروه اینها مردم مسلمان اهل سنت، مردم عامه اهل سنت که ما طالب علم هستیم. در پهلوی این مردم کی است؟ ما طالب علم هستیم. یک چند طالب علمایی که دعوت میکند از اهل سنت و جماعت اگر هست، اینها همین با همراه مردم هستند. برای که این طالب علم نه همراه حکومت هستند، این طالب علم نه همراه این مخالف هستند، طالب علم جدا هستند. بله اینا باید گفته شد که جدا، عدل نه، جدا هستند. و این طالب علم را به اکو ببینید، اکو شما رویش نظر بکنید. طالب علمای تاجیکا امروز چیکار کرده ایستاده؟ مثلا من خودم میگم،
ما امروز کتابی که شرح میتیم کتاب فقه مؤثر آب درباره آداب درباره اخلاق درباره انسانیت ناحق خونش نریختن جاهلانه رفته هر کار نکردن گفتی هر کس با باور نکردن استفاده نشدن دیگر آدم ها شما را مثل بازیچه نباید استفاده کند زیرکی از فتنه دور شدن یک کار کرده تربیه کردن خود تربیه کردن فرزند به توحید انا این چیز به دعوت کرده شده آداب اخلاق علم صبر آداب اخلاق علم صبر علم مدنیت فرهنگ به دعوت کرده شده خونریزی کشاکشی بیهوده رفته خودت ترکان و حکومت گیر من به حکومت لازم است حالی ما نگفتیم برای که منهج اهل سنت من پیشتر ذکر کردم که وقتی که قدرت نداری تو کی هستی که این سخن رو میگویی چهار تا جوان توجیه گذار خیزد نابود میشد یعنی هیچ چیزی ندارد اهل سنت تظاهرات این چیزا فایده نداره نابود میشد اهل سنت چهله که در همه ربیع العربی ربیع بهار عربی را دیدید همش دیده برید لیبیا بینید تونس دیدید مصر بینید سوریه بینید عراق بینید کنی چی شد غیر از هزارها آدم مردنش برای همین سلف صالح گفتن که قدرت نداری همین بیدگی تم از دست نده علم آموز تربیت فرزندات آینده فکر کن حاضر نتوانستی بعد از 20 سال فکر کن گفتن این است تربیه ما طالب علمان اهل سنت طالب علمان اهل سنت صحیح بخاری تفسیر قرآن عقیده فقه یک تو پرستی را دعوت میکنن درس میدن که لااقل مسلمان نوری این دنیا خوار و ذلیل بودی و دنیا جهنم اقلا نروی میگه اما از یک طرف حکومت خیر معلوم است در تربیه و تعلیم در این مسئله در این جاده خیلی رسوا شده است مردم فقط میبینیم که حقارت و دشنام و مدنیت جوان پسرها جوان دخترهایی که امروز در مکتبهای میانه میخوانند از نظر علمی پست و از نظر فرهنگی جاهلترین مردم بی ادب بی اخلاق شده رفته شدند از جانب دیگر نظر میکنیم به مخالفا به کی مخالفا خواه گروه 24 باشد خواه حزب نهضت اسلامی باشد خواه دیگر گروه ها باشد پیمان و اینها به مردم چی داده شده خیر ما طالب علمان اهل سنت به مردم چخیل نجاست دور کردن چخیل آداب چخیل سلام دادن چخیل شیشتن خون ناحق نریزانیدن صبر کردن بیهوده کشته نشدن جنگ نکردن خون ناحق نریزاندن دعوت کرده شدیم ما تعلیم داده شدیم آینده فکر کردن این مخالفات چی تعلیم داده شدن آیا مخالفایی که امروز مخالف حکومت تاجیکستان هستند قرآن درس داده شدن نه تفسیر درس داده شدن نه حدیث درس داده شدن نه فقه درس داده شدن نه چند سال است که اینا از تاجیکستان برآمدن 8 سال 9 سال 10 سال است که اینا از تاجیکستان برآمد از سال 2015 9 سال است 8 9 سال است که از تاجیکستان برآمدن 8 9 سال باز این مخالفای تاجیک به مردم تاجیک به جوانهای تاجیک گشته و برگشته هر روز اینها گفته شدند که حکومت تاجیکستان بد است ای جوانها شما اینت شما مظلومت شما انتکران این جوانهای تاجیک جوانهایی که از تاجیکستان است تاجیک جاهل خودش مسلمان میگود نیم زوجش بدین میسون جاهل معلومات اقلا دنیویش خوب نیست این مردم شب و روز در افیر این مخالفا این جوانهایی که در روسیه هست هزارها جوان میلیون جوان وقتی که در افیر در این صحبت های پخش مستقیمی این مخالفا هر روز اینها پخش مستقیم دارد بله 5 ساعت 6 ساعت برنامه‌ای که محمد اقبال دارد به من بگوید چه کدام برنامه‌اش غیر از مردم جوانهای خیزانیدن و خونش برداشتن و غیر از اونها را به جنگ تیار کردن و زده کشید گفتن و در پیش صف اول انداختن محمد اقبال دیگر چیکار کرد چی تعلیم داد محمد اقبال به مردم عامه که مردم جوان پسرهای جوان دخترهای جوانی که علمی نه دینی و نه دنیوی دارد این مردم فقط شما خیزید شما مظلومید شما خیزید شما را انتکارن شما را فلان کردن شما را پسمدان کردن شما را اگر نخیزید فلان تون میکنن مادرتون فلان کردن ناچتون فلان کردن شما اینید شما آنید گفتن گیرد این مردم عامه مردمی که جاهل است مردمی که نه از علم قرآن با خبر است نه از علم دنیوی این مردم
مابین 2 سال به نخست 5 سال به نخست 10 سال به نخست 15 سال ممکن انم کودکایی که 15 سال سخن اینها را گوش کرده اومد و دیوانه تربیه شد خیلی هم بدبین سختی حکومت تربیه شده اما خودش از توحید بیخبر است زیرا که محمد اقبال به این جوانها بدبینی حکومت تعلیم داد اما توحید تعلیم نداد آداب تعلیم نداد یک جانب تعلیم داد جانب دیگر تعلیم نداد محی الدین کبیری شب و روز خیزد تعلیم داد اما این جانب تعلیم نداد 4-5 این کودک های حزبی بچه ها خیزد شما را تجاوز کردن میگدو لیکن جانب توحیدی در این مردم نیست. این مردم اگر پگه بناگو خیزت اگر این مردم این جوان ها پگه بناگو در تاجیکستان خیزت تظاهرات کرد و خست زنازنی به وجود آمد چی حادثه میشد؟ انا که به من به سوال من جواب بدید چی حادثه میشد؟ اینا خودش مسلمان میگن این جوان های تاجیک نیم نایدش خودش مسلمان میگن توحید نمیفهمد ولی شاگردای محمد اقبال خستن به تیار خونی همش جوشیدگی پریامای فراش هر روز گوش کنید جوان ها برآمده میگن که ما مردیم میگن ما میخزیم میگن ما میتر کنیم خدا ما میگن ما میریم بکشیم ما میگن این مردم از توحید بیخبر این مردم رود ترکون به خودکشی به مردم کشی به سر کنه حکومتی گوید هر یک آدم زدن به سر کنه. در تاجیکستان چی حادثه به وجود میاد؟ در تاجیکستان به زبان عربی فوضا به وجود میاد. فوضا به زبان تاجیکی بی ترتیبی بی نظامیه که خشکتر میسوزد زنم میسوزد مردم میسوزد کودکم میسوزد کلانم میسوزد انا همین وقتنده روس ها میدراید خیتای میدراید مردم به 2 قسم تقسیم میکنن یا به 3 قسم تقسیم میکنن یا به 4 قسم تقسیم میکنن کشاکشی تجاوز زنا باز به بالای مسلمان تاجیک میشه. در اروپا بوده ها معیشت کرده در اروپا گشتن میگرد. من میترسم که این حکومت ها میخیزند و میرند اسماعیلیه گفتنی رافضه ها هست در تاجیکستان در پامیر 250,000 50,000 همونای لشکر میکنند یراق میتیند اسماعیلیه ها میخیزد همه اهل سنت کشته میپرد از این روزه بودرم بدتر میکنند. برای همین ما مخالفت به این مردم میکنیم هم مخالفت به حکومتی که مسلمان کشی میکند هم مخالفت به این بنام مخالفان مبارزان حکومت که اینها عاقبت فکر نکرده آینده را فکر نکرده مردم جاهلی که یگان قانون قاعده دینی را نمیداند توحید نمیداند حدود شریعت نمیداند این مردم خیزد و زند گفتن این چی میشه عاقبتش؟ ما انا این به صحبت کردیم ما گفتیم که مردم این چیزها را ترک کنید بجای این چیزها توحید آموزید دین آموزید بیهوده شما را روس استفاده نبرد بیهوده شما را رافضه ایران استفاده نبرد. شما فکر میکنید که ایرانی ها جوان های تاجیک مگر استفاده نمیبرد؟ هزارها جوان تاجیک در ایران رفته خواندگی است در ایران رفته مشق کردگی است و این روز هم در ایران رفته خوانده مشق کرده ایستاده است و این چیز این مبارزهای مخالفای حکومت نهضتی ها خود میدانند. هزارها تاجیک در ایران است هم خوانده هم مشق کرده ایستاده است. این تاجیک ها به خودش راهبر دارد. شما نمیدانید مردم افغانستان شما نمیدانید که این تاجیک ها در ایران راهبر دارد. در ایران تاجیک هایی که کایها ختم کرده دکتر شده دکتر کاندیدات نوک شده آیت الله شده در تاجیکستان سله زده تماشا کرده نشسته است هزارها است از جنوب تاجیکستان از شمال تاجیکستان. ما اینها را نام به نام میدانیم از سید یوسفی سرافسنی شر کرده تا رکتوری این مدرسه به نام ابو حنیفه که دانشگاه است رکتورش رافضه ها در یک طرف انا خیلی تماشا کرده ایستاده است که کی به در تاجیکستان پرابلم شود و ما درایم طالب علمان اهل سنت خواهرای اهل سنت موحدین قیر نابود کنیم. روس می‌دارد از یک طرف خطای می‌دارد همه اینها حال ندارآمده
استفاده کردن شروع کردگی. استفاده کردن شروع کردگی. من یک مسلمان، همچون یک مسلمان در سرزمینی که زندگی کردم، در زمینی که تولد شدم، من حق دارم هم از نظر دین، هم از نظر همه چیز که من انمی سرزمین خودم دفاع کنم، هم که در اساس قرآن و سنت حکم شم دفاع کنم، به این معنی که من این سرزمینی که جایی که تولد شدم نتیم دیگر یک بودیست و خطایی به نتیم به یک رافضه، نتیم به یک اتئیست و کمونیست. نه، این سرزمین من باید دارم. اینجا اجداد مسلمان من، بودهای من به حکم قرآن و سنت حکم میکردن. اینجا سربلندانه آزادانه مسلمانان تاجیک به حکم قرآن و سنت زندگی میکردن. چرا من این دهم به دیگران هدیه کنم؟ نه. برای همین ما باید فکر کنیم. گفتم برای همین گفتم که تاجیک ها، جوان های تاجیک، شما خیلی هم در حالت حساسیت ترین وقت دارید زندگی میکنید. شما فکر نکنید که این فتنه شما کم میشد. در آینده روز به روز بسیار شدن میگیرد. برای چی؟ برای آنکه ما دیده ایستادیم که زنهای کفیدن به نزدیک، مردهای کفیدن به نزدیک، جوانهای کفیدن به نزدیک. به کدام معنا کفیدن به نزدیک؟ یعنی از جانشون سیر شده، اینها بیزار شده، اینها اصلا نیم زایدش دین نمیفهمد، اینها به دین ربط ندارد، اینها پروست از زندگی وزمینیش یا که از همین حکومت تاجیکستان پولش گرفتن و مالش گرفتنش یا از زیر ظلم حکومت تاجیکستان همین درجه اومدگی. خودش مسلمان میگوید، بله خودش مسلمان میگه، اما توحید نمیفهمد، لا اله الا الله نمیفهمد. این خیلی آدم ها زیاد است. این خیلی آدم ها پگه رفته فتوای این مبارزه کتی فتوای داده است کنه. ما فتوای ندادیم. خوب گوش بکنید، ما فتوای ندادیم. همین مخالفان فتوای داده است. در اروپا نشسته به ملال میگوید که به خودت بمب بند رفت درون تاجیکا بدم کفم میگه. اما میگیم که کسی که نمازخوان است، کسی که اهل مسجد است، آخر وای مسلمان است، کسی که به تو جنگ نمیکند، کسی که به تو جنگ نکرد، یک کافر باشدم تو چی رفته کفم میگویی؟ مرا همین مخالفای حکومت همین سخن میگد، ویدیوش که این سخن است. اگر گفت من به باور نکرد ویدیوش رو بد گوش کنید ببینید. اگر همین سخن ما گوییم، این حزبی ها آسمان هفتم به توقیش میپرتوید که قپیدیم گفته. مرا اینا گفته شده است به خاطر دموکراسی میگه. اما چی میگیم؟ ما میگیم که این مردم، ای جوان تاجیک، ای بی عقل، تو به خاطر دموکراسی گفته، به خاطر تظاهرات دموکراتی گفته رفته خدا به بمب بسته کشته نپرتو. ای جوان تاجیک، تو را فریب میتید، ساده نشو، پول بشده 100,000 و 200,000 بشده، هر یک کار قبول نکن. امروز فریب دادنش ممکن است. امروز کارهایی که خصوصا در کدام جای دنیا نباشه، تاجیکو یا افغان ها یا تمام برادرای ازبکو، این به تمام مسلمان ها داخل دارد. خود در اروپا هستید، خود در روسیه هستید، خود در کجای نباشید، شما کار رو به واسطه تلگرام آنلاینی یگون کار نگیرید. یک تا ماشین اومده از اینجا فلان جا ببر، از فلان چیز از اینجا ببر نگیرید. امروز شما را فریب داده شده. میگیرند یک تا ماشین میگه که از اینجا به فج بر، من به تو 200,000 میتیم. پرگون، اینا نوشه پرگون چی میگن به زبان روسی، یعنی یک ماشین از یک جا به یک جا رسوندن. این کار مشهور است، همه جا به این کار هست. خرید و فروش ماشین ها خوب میدونن. یک آدم میگه که فلان جا به فلان ماشین بر، شما این ماشین نسنجیده ندیده میگیرید از یک جا به یک جا میبرید، شما میقپد در راه 50 سال برده تربتون میکنه، یا به واسطه شما 100 دیگر موحده میقپد، همه شما میبرد صف اول به جنگ میموند، کشته میپرتن نابود کرده. برای همین ما گفتیم که زیرک شوید. چی عیب است؟ جای همین ملتگرایی است. ساده نشوید. یک ماشینی بیگانه های نکنید، موتوری بیگانه نگیرید. شاید درونش به یگان چیزی بد باشد، شاید یگان چیزی بد پنهان کرده مونده باشد، میرید نابود میشید. من چرا این سخن به تاجیکا گفتم؟ برای که این انمین حادثه به بالای تاجیکایی که در تاجیکستان هستند
در دیگر قوم ها به وجود آمده شده است. توجیک‌ها را استفاده برده شده. حالا همین بود مقصد ما همین است. مختصرا اگر بگویم مقصد ما این است که جوانهای مسلمانی ملت توجیک، جوانهای مسلمان افغانستان، جوانهای مسلمان ازبکستان، جوانهای مسلمان تمام عالم باید خودشان حفظ کنند، باید به توحید چنگ زنند، باید نفهمیده و ندانسته جاهلانه به هر کار به هر چیز دست نزنند. یک انسان زود باور نباشد، انسان زود باوری ساده گرنگ بی عقل نباشد. اینها مسلمان ها، جوان مسلمان ها خیلی هم به فکر باشند که دشمن در بالای شما فکر کرده است. دشمن به بالای شما نقشه کرده است. همین که گپ گفتیم، هیچ دیگر گپ نگفتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب شخص بزرگوار اجازه میدید چند کلمه صحبت کنم؟ در این باره فتنه نه دیگر باره صحبت بکنید. این مسئله محکم است. دیگر هیچ کس دیگه من نمیگذارم که در این مسئله گشته و برگشته تکرار بکنه. ما مقصدم 100 مرتبه فهموندیم. بعضی آدم فهمیدن نمیخواهد. آدمی که فهمیدن نمیخواد من برای او چخیل فهموندم. دیگر مسئله باشد گپ زنید، این مسئله باشد به ما گپ شرط نیست. ما فهمیدیم مقصد شما رو دیگر رو. درست شخص بزرگوار برادر اگه اجازه بدید من صحبت کنم. درست است شخص بزرگوار، شما در صحبتاتون چند مورد اشاره کردین. اگر اجازه تان باشه در رابطه با موضوعاتی که شما اشاره کردین من هم یک چند صحبتی داشته باشم، بسیار مختصر، خیلی مختصر. بفرمایید. شخص بزرگوار، الله سبحانه و تعالی شما را حفظ کنه. هر برادر و هر کسی که شما را تکفیر کردگی است او ندانسته بسیار افراط ورزیده در شأن شخصیت شما. ما خودم امروز شما صحبت کردیم در شخصی به یک نتیجه مثبت رسیدگی هستیم الحمدلله. موضوع از شخص بزرگوار، صحبت شما را چندی از برادرها اینجا گوش گرفتیم. کلا اول بارک الله فیکم که به برادرای تاجیک ما شما بسیار نصیحت دلسوزانه کردین و وضاحت دادین در مورد نصیحتتان. شخص بزرگوار الله شما را حفظ کنه. خواهش تقاضای ما برادرای نمی بود که شما مخاطبینتان عقلهایشان یک دفعه دقت کنین در صحبتایتان. حالا در لایف های شما برادرای هستن که بعضی هایشان میدانند درست، بعضی هایشان درست نمیدانند. شما الحمدلله علامه خراسان هستین. شما این موضوعات از سیاست شرعی خیلی آگاه هستین، شیخ هستین، عالم هستین. شیخ صاحب، بعضی از برادرها اگر تندروی میکنن، اگر افراط میکنن، شما اقدر سرش جدی نگیرین، توجه خاصی نداشته باشین. شیخ صاحب بزرگوار، شما از قدرت صحبت کردین. گفتین اگر قدرت داشته باشی بسیار خوب است، خیلی عالی است که میتونی هجوم بیاری. اگر قدرت نداشته باشی بلکه ضرر تمام میشه برای مسلمان ها. مفهوم سخن شما نسبت به من است. من میگم شیخ صاحب، قدرت پیدا کردن و قدرت دست گرفتن انشاءالله که توسط حملات صورت میگیره. نه ای که ما همیشه به این مسئله داخل نشیم. ببینید مصلحه مفسده را فکر کنید برادر. شما هم ساده نشید. ما میدونیم به کدوم توسط میشه، چیکار میشه، میفهمیم. یک چیز است، یک چیز امین است که انا همین فردا ما حق نداریم که هم تو خیز میگیم که مردم خیزید خروج کنید، خیزید خروج کنید. نه، ما نمیتوانیم، برای که مردم عامه مسلمان بیچاره خونش ناحق میریزه. فهمیدید برادر؟ کسی که درباره قدرت دارد و درباره قدرت گپ میزند، برادر عزیزم، شما ما به قدرت بس به واسطه حملات میشد، این میشد، اون میشد نگویید. قدرتتون نشون بدید. قدرت به حملات 4 نفره که چی بدنش معلوم نیست. قدرت به اون حمله که اگر به مانند مسکو گوید این حمله اصلا ساخته و بافته خودی همه گفته شده است که دیگرها هست، خودی همون روس است و این است گفته شده است. این حمله در درونش سپیکتاکل و بازی ها زیاد است. هیچ وقت هم به این قدرت به وجود نمیاد. برعکس به این نمود حمله ها قدرت مسلمان ها نابود میشد.
به این نمود حمله ها هزارها جوان مسلمانی که اهل توحید بود، اهل عقیده بود، اهل فهم بود، اهل درک بود، آماده بود که یک مرد مسلمانی همه طرفه بود نابود میشه. فهمیدید؟ استفاده میبرند و این حملات نابود میکنند. شما قدرت پیدا کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم باید تعلیم بگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه مسلمان ها را حفظ میکردند، موحدا را حفظ میکردند. پیش از همه ما باید مسلمان حفظ شدنش نظر بگیریم. همین کار خطا است که مسلمان حفظ شدنش نظر به نگرفته کار شود. یک جای مصلحه و مفسدش نگرفته یک کار شود. این خطا است. این خطا است. این کسی میکند نمیکند، کسی نکند، خطا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کاری که میکردند همیشه مسلمان ها را به اینوبت میگرفتند. مسلمان های همون منطقه را، مسلمان های پهلی خودشون بوده را ضرر و منفعت. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از منافقین شناختند اما نکشتند. کافر بودنش فهمیدند اما قتل نکردند. چرا؟ برای که پیامبر در حدیث اومده است گفتند که پیامبر مصلحه فکر کردند. پیامبر گفتند که اگر من این منافقین شناخته مکشم، دشمنان ما این یهود، نصارا، قریش، مشرکین دیگرها میگوید که محمد دوستای خودش کشتن سر کرد. به خاطر همین طعنه مشرکین شده من نمیکنم. چرا؟ برای که طعنه مشرکین در صف موحدین فتنه را ایجاد میکنه، لرزه را ایجاد میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر فتنه نشدن در صف موحدین، به خاطر پراکنده نشدن موحدین منافق شناختند و قتل نکرد. مگر این حدیث به همه با خبر است یا نیست؟ پیامبر گفتند که نمیکشم حتی لا یقول المشرکون ان محمد صلی الله علیه و سلم یقتل اصحابه. ما منافقین نمیکشیم. ای عمر نزن سری این منافقه. تو این که مشرکین نگوید که محمد دوستای خودش کشتن کرد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم می توانستند که اینجا کشند. از نظر شریعت منافق حقشون بود، اما مصلحه، ضرر و فایده که به بالای مسلمان ها می آید اینه فکر کرد. گفتن که توی حاضر اینه می کشی ای عمر. منافق گفته ضرری که به بالای ما می آید از جانب مشرکین سخت‌تر است. ما باید این نوبت بگیریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مجتمع اسلامی پیامبر صلی الله علیه و سلم خود به خود پیدا نکردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این مجتمع برای ساختن همیشه مصلحه، مفسده، یکمین وظیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که حیات مسلمان های نگاه می داشتن. وقتی که 70 قاری پیامبر فرستادن به یک منطقه جنگ مؤته، در همین مؤته کشته شدن. چند وقت پیامبر در حالت غضب، در حالت غمگینی، در حالت اینقدر سخت غمگین بودند به خاطر این مسلمان های موحدی حافظان قرآن کشته شده که از علم و سختی و غمگینی دعای قنوت کرده. 1 ماه و 2 ماه لعنت میکردن مشرکین. مسلمانی واقعی را مرده شدنش، برای کشته شدنش، شهید شدنش برای پیامبر قدر سخت بود. حاضر بسیار آدم‌ها پرواش نمیبرد. 1000 مسلمان بیهوده کشته میشد. میگد خیر شهید شد، الحمدلله شهید شد، مرد رفت، هیچ گپ نه، قدر الله ما شاء فعل. بعضی آدم اعوذ بالله به درجه بی‌پروا شدگی است که درجه جبری به اومدگی است. جبری 100 تا خواهر نابود شد، گفت قدر الله ما شاء فعل، هیچ گپ نه، تقدیرش. این کاری خطا کردی، از نظر مصلحه مفسده به وجود آمد. 1000 تو 100 تا کافر چیکار کردی نکردی؟ 1000 تاجیک مسلمان موحد کشته پرتوف. این کاری کرده تو ضرر به اسلام مسلمین به موحدین شد. این منطقه را 10 سال عقب برد و میگه قدر الله ما شاء فعل، تقدیر میکرد. پیامبر خیلی نکردن. پیامبر خیلی نکردن. یا اگر موحدا کشته شود، امروز قاعده برآمده است که الحمدلله شهید شد، بهتری شد، شهید شد، مرد برفت، شهید شد، میگه ماشاءالله بهتری شد. میگه نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا این 70 قاری مردگین نگفتند که الحمدلله 70 نفر از مسلمان ها قاری ها شهید شدند، الله اکبر، فرسان شوید؟ نگفتند. پیامبر غمگین شدند.
پیامبر غضب کردند که چرا او را کشته شد. پیامبر فریب دادند، از فریب خورده شدنشون غضب کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که 70 نفر شهید شد هیچ باکی ندارد، الحمدلله شهید شهدا است. نه، بله شهدا شهید شدن بهترین درجه است، اما پیش از شهید شدن تو باید بیهوده شهید نشوی. یعنی بیهوده به این معنا که تو را کافر فریب داده، تو را کافر به ارزشانه فریب و نیرنگ و مکر کرده، هزار جوان نابود نکنه کافر. این چیز به بی‌پرواگی کردن احمقی است. این چیز به قدر الله ما شاء فعل، الحمدلله شهید شد، هیچ گپ نگفته. جوانهای بی پلان بی برنامه هزار نابود کردن این احمقی است برادریز. عالم ها طالب علم ها به مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه اشان چی است؟ جوانهای مسلمانی کدام ملت نباشد، جوانهای مسلمان نصیحت کردن که بیهوده خودتون قربان نکنید، حتی به شهادتی که عاقبتش به سبب فریب خوردن شهید شده باشید، به سبب خطا رفتن به شهادت رسیده باشید، انا این چیز غم میخورد انسان. اما ما امروز یک عده میبینیم که پروا ندارد، یه تقدیر میگن. اعوذ بالله، این طعنه به پیامبر میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این 70 نفر به چند ماه غمگین شدن، چند ماه دعا خوندن. پیامبر مگر نمیدونستن که 70 نفر شهید شد، جنت رفت؟ چرا پیامبر غمگین شد؟ برای که ریختن خون مسلمان بیهوده، خون مسلمان ریختنش، مسلمان فریب داده خونش ریزوندن، این وزنینتر است از خانه کعبه نابود کردن. هر جماعتی که، هر عالمی که، هر طالب علمی که، هر کسی که خون مسلمان اهل سنت به بی‌پرواگی میکند، خون مسلمان جوان به بی‌پرواگی میکند، این آدم ها، این جماعت ها پاینده نمیشود، نابود میشود. فراموش نکنید اولین چیزی که ما را نگاه میدارد پاینده نابود نمیشه، شما نگاه میدارد، چخیلی که پیامبر الله نگاه داشت، شما باید خون مسلمان ها به بی‌پروا نباشید. شما باید جوان های مسلمان، مردم مسلمان به بی‌پروا نباشید. خواه فلسطین باشد، خواه افغانستان باشد، خواه تاجیکستان و خواه برما و خواه کوکاس، کجای نباشد، شما باید غم خورید. شما باید دو چیز به غم خورید. یکم غم خورید که بیچاره خونش ریخت، خونش فریب داده ریزوندن، خطا کرده خونش ریزوندن، این چیز به غم خورید. دویم چیزی که غم میخورید از همه زیاد برادر عزیزم، بسیاری این جوانهایی که خونش ریخته میشود، محکم میشود، ترمه میشود، کشته میشود، عقیده ندارد، توحید نمیفهمد. ای برادر، همه را به خودت قیاس نکن. ما برای این جگرخون میشیم. بسیاری بچه‌هایی که به همین کارها دست میزنن عقیده ندارن، یا فریب میخورن، فریب خورده میشن. اینها را بعضش یهود، بعضش نصرانی، بعضش مجوس، بعضش رافضه فریب داده شده است. من البته عموم گفته شده، یعنی بعضی جوانهای هم تاجیک هم غیر تاجیک فریب میتن. از سبب چی؟ از سبب نفهمیدن علم، از سبب جهل، از سبب نبودن عقیده، از سبب نبودن الولا و البرا. همین الولا و البرا این مغز اصول دین است و این یکی از مسئله بزرگترین است که الله به واسطه الولا و البرا والله تو را حمایت میکند. الولا و البرا این حمایت تو است. الله به همین منهج الولا و البرایی که به تو داد در شریعت، همین تو را حمایت کرد. این منهج حمایتی است. همین الولا و البرا کردی، بیهوده کارهای جاهلانه و احمقانه و نابود شوی ها به نمیری. بله فریب دی از اول بود، خیلی که پیامبر فریب دادن، لیکن مسلمان یک بار فریب میتید. پیامبر گفتن لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين،
مسلمان از یک سوراخی 2 بار گزیده نمی شود. مسلمان نباید در یک راه 2 بار 3 بار 10 بار فریب خورد. یک بار فریب خوردی فهم خطا گیره. شیخ صاحب اجازه بدین یک صحبت داشته باشم. بارک الله فیکم. شیخ صاحب ما 2 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم واسه شما میگم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در آخر الزمان یکی از فتنه هایی که ایجاد میشه این است که سخن صادق کاذب شمرده میشه، سخن کاذب صادق شمرده میشه. شیخ صاحب شما از من بهتر میدانید امروزه هر عمل صورت میگیره از طرف صادقا توسط رسانه هایی که دشمن هستند و به نفع خود تمام میکنن و بیان میکنن. ما خیلی متاسف هستیم، خیلی ناراحت شدم. شیخ صاحب سخنهای بهترین شما را سخن گفتید. شنیدیم. یک لحظه همین نکته به بفرمایید. صحبت کنم. من با اجازهتون میدم برادر جون. ایوه به خودتون اومدید، به خود اومدید که هر کاری که امروز مسلمان ها میکنند این کفار به نفع خودشون استفاده میبرند. دیگه اینجا چند نمود استفاده میبرند. اول روی اسلام ویران میکنند، دوم گویا میسازند که این دروغ بود و اینا ما ساختیم، سوم بعد از این حادثه هزارها جوان مسلمان برده میکشند و نابود میکنند. از این میبرد که مصلحه از این کاری که شما کردید مصلحه نیست، یا مصلحه کمتر از مفسده است، یعنی مفسده زیادتر از مصلحه است. از این میبرد که این وقت، از این میبرد که این زمان، انمین وقت، انمین زمان همین کار نباید کرده شود، شما دیگر کار کنید. از این میبرد که شما قوتون حکومتون دیگر خیلی شون بتید و دیگر خیلی کار بکنید. غیر از همین مگر دیگر کار نیست. وقتی که شما ببینید، وقتی که از یک کار شما ببینید، سوال به شما همین کار کردن اصول دین است یا نیست؟ همین کار کردن اصول دین برابرش است یا نیست؟ سوال به شما برادر توحید، همین کاری که مثلا شما میگید که بعضی جماعت ها میکنند یا بعضی برادرها میکنند، همین اصول دین برابر دارد یا ندارد؟ بله. من نفهمیدم، صدا تو کنده شد. رفت دارد یا ندارد؟ اصول دین نیست. بلکه اصول دین نیست. اگر این مسئله اصول دین نباشد، اگر این مسئله اصول دین نباشد، شما همین کار کردید، اگر کرده باشید همین کار کردید، به سر شما از فایده دیده، از مصلحه دیده، مفسده 1 برابر زیاد نه، 2 برابر زیاد نه، 10 برابر زیاد نه، 100 برابر زیاد باشد، آیا همین کار کردنش درست است مگر؟ وقتی که شما خودتون میدونید که همین کار شما کنید به درجه کفار مشرکین این کار شما را نشون میتین که مفسده از مصلحه 100 مراتب وزمین است. یعنی مقصد من این است که یعنی مفسده از مصلحه دیده 100 مراتب مفسده، یعنی ضررش، فسادش بالاتر است، یعنی ضررش به خود شما زیاد است. این کار شما به خاطر چی کردید؟ به خاطر اسلام زیاد ایشون دادن، به خاطر مسلمان ها را نصرت دادن، به خاطر قرآن و سنت حکم کردن، به خاطر خودتون قدرتمند کردن این کار کردید، یا که به خاطر بازی کردید؟ نمو میگم که به خاطر بازی نکردید. اگر به خاطر قدرتمند شدن این اون باشد، همین کار مگر برعکس کشتن خود شما، برعکس نام شما را سیاه کردن، برعکس صدها هم زیادتر هزارها جوان مسلمان برعکس نابود شدنش، به همین ساخته ها بافته ها نام شما رو مسلمان ها را نابود کردن، اگر همین کار کسی کرده باشد مگر همین خیل نشده است؟ اگر همین خیل باشد، کسانی که همین کار میکنن مگر 1 مراتبه نمی آموزند که مصلحه و مفسده در این باب چی است؟ خود شما به زبان گفته شدید که افسوس که این کارها رو ما را استفاده میبرن. بله، الله در قرآن گفت که یهود، نصارا، کفار، مشرکین فسینفقونها، مبلغ‌های هنگفته، یعنی میلیاردها طلا و دلار و نقره خود صرف میکنن تا که چهره مسلمان ها را سیاهشون کرد. این کار مسلمان کرد یا نکرد فرقش نیست. حاضر شما برادر عزیز، حاضر شما به یک چیزی عجایب همین که همین خیل
کسوندن، ترکوندن، دزدیدن، کشتن مسلمان نکند هم به سر مسلمان ها زده شده. مسلمان اگر نکند هم چرا؟ سوال اینجا چرا؟ اگر یک آدم بدین، یک آدم دیوانه، یک آدمی که مجنون است، کسل است، از سبب مجنونی دیوانگی میرد مثلا دو سه نفر میکشد، کوچه به بازار به یگون جوبه، این کفار مشرکین میگد که این مسلمان بود. چی به؟ برای آنکه فایده دارد. به کفار مشرکین این مسلمان گفتن فایده دارد. مردم عامه که امروز هزارها نفر هر روز به اسلام در آمده شدند، امروز هزارها نفر توحید خوانده شدند، به همین واسطه اینها را پیش راهشون میگیرد. به همین واسطه علما چند تا از علما را برده محکم میکند، میکشد، نابود میکند. حتی کفار مشرکین خودشون ترکت میسازند، خودشون ترکت میسازند. خیلی که در وقتی که در کوکاز روسیه با چچن جنگ میکرد، امروز کوکازی ها رو بینید برآمده میگه که در همون چچن، در کوکاز ترکت در این گوش میساختند، خودشون میساختند. برای چی؟ برای اینکه به این حکومت های دیکتاتوری 100 نفر 50 نفر شهروند کشتن هیچ گپ نیست، به دکر دو است، کباب بر این گپ است، اما فایده دارد. برای اونها فایده دارد. میگه که انمین کار مسلمان کرد، بعد از مسلمان کرد گفتن در این منطقه میگه علمای اهل سنت همیشه جمع کنید. میگه علمای اهل سنت جمع میکنن، میگن که شما تروریست هستید، شما علمای اهل سنت تروریست هستید، شما می فتوی دادید. میگه علمای اهل سنت در حقیقت این کار نکردند، این کار خودی حکومت کرد، خودی مثلا یک دیکتاتور کرد. لیکن علمای اهل سنت می اورند بهانه ساخته، می اورند نابود میکنن، میکشن، موحد نابود میکنن، با همین منطقه را 100 سال دیگر در زیر مستملکه میدارن. برای چی؟ برای که هر یک منطقه را از مستملکه علما بیرون میکنند، طالب علمای اهل سنت بیرون میکنند. هر یک منطقه آزادیش در اساس جوانهای به عقل و به فکر و یک زیرک میشد، نه ساده و احمق کتی، یک آدمای میفهمیدگی کتی، یک دنیای دین میفهمیدگی آدما کتی یک مردم پیش میاد. آدم احمق کتی مردم پیش نمیاد. اینها خودشون ترکت میسازند، میبافند، مسلمان ها را شانتاژ و منتاج میکنند. بعد از این از همه آدم ها را بهتر نکشته میپرتند. وقتی که برادر عزیزم، وقتی که شماها دیدید که همین کارهای، اگر شما این کار کردگی باشید، مثلا همین کارهای شما ضرر دارد، 10 کرته 50 کرته 100 کرته خودتون مسلمان ها را همه لخ کردید. برای چی این کار میکنید؟ زچیم گفتی روز؟ من حیرانم، من خودم در حیرتم که کسانی که امروز برآمده بنده را تکفیر میکنند، کسانی میگن که ابو محمد مدنی کشتن فرزندهای این آن گفته، طرفگیری از کلان این کار کافر شد، ابو محمد مدنی ملتگرای کافر شد، ابو محمد مدنی کافر شد، حدیث متفق علیه ما گفته به جواب نیست. اینها به سوال ما همین که اگر شما در حقیقت از این میبارد که این کار شما کردگی باشید، حالا که این کار سپیکتاکل بمانند است، لیکن بسیار آدمای ساده ولی نمیفهمد، اگر شما این کار کردگی باشید، به گفت خود شما ضرری که از این کار 100 کرته به بالای مسلمان ها گشته آمده شده است، آیا از نظری همین قرآن و سنت همین کار درست است؟ ما یگانه مسئله که گوش بکنیم برادران، من درسای عقیده به قریب 500 بار به شما گفتگی هستم، یگانه مسئله که یگانه موضوعی که ما در این موضوع مصلحه مفسده به نظر نمی کنیم، این مسئله توحید است. توحید به دعوت کردن به کفر شرک انکار کردن به ما مصلحه و مفسده نمیگیم. اگر ما امروز توحید گوییم، ما میکشند، ما تربه میکنند، ضرر میبیاد، برای همین نمیگوییم، این گپا کفر است. توحید به انکار کفر شرک اند، مصلحه مفسده نیست. مصلحه گفته شرک اجازت دادن کفر است، مصلحه گفته توحید نگفتن مفسده میشد، من به ضرر میشد گفته توحید نگفتن کفر اکبر است. اما غیر از اصل دین در دیگر مسائل احکام، مسائل اجتهادی، مسائل سیاسی، شریعت ما سیاست دارد.
او این مسائل به مصلحه و مفسده ربط دارد. حتی همین مسئله تکفیر به مصلحه و مفسده ربط دارد. این گپ ما گویم جاهل هایی که علم آموختگی دیوانه می شوند. مرحمت کتاب علی بن خدیر خان، مرحمت کتاب دیگر علمای معاصر خان. اگر دیگر علمای نجد و دیگر علمای سلف خونده نفهمید تو به عقل تو پای باشی، این علمای معاصر خان حتی تکفیر میگن به مصلحه و مفسده ربط دارد. بعضی آدم ها را به درونت کافر میگویی اما زبان کتی خاموش میستی، توقف میکنی، برای که مسئله تکفیر میگن مفسده و مصلحه است، اصل تکفیر در قلب است. این گپی ما را جاهل از کجا میفهمه؟ احمق از کجا میفهمه؟ او برای این گپ فهمیدن 10 سال 15 سال 20 سال خوندن در کار است. در نزد علمای ربانی، در نزد علمای اهل سنت و جماعت عمر تخزن کردن در کار است. من از هوا نبودم که این گپو گویم، حیات خودم در این راه بخشیدم که علم آموزم فهم گفته از علما آموختیم. سال 1999 میلادی باز این انمین وقت 25 سال است که من میخونم و درس میخونم. 10 سال است که از سال 2014 هم درس میدیم. 10 سال است که هم درس و هم میخونم هم مینویسم. از سال 99 میخونم. در نزد علمای اهل سنت نشسته خوندیم. آخر برای چی ما نشسته خوندیم؟ همین چیزای فهمیم گفت. آخر هم مردم عامه یک جاهل سه مچکه خورده میگردد، هیچ چیز نمیفهمد، برایت موقت ضدیت میکند، ما را دشنام میکند. چی به تو روس طرف گرفتی، تو حکومت تاجیکستان طرف گرفتی، تو مخالفای طرف گرفتی، تو چرا این خیل گفتی، چرا این خیل کردی. آخر تو جاهل نفهمی که شریعت ما چی میگه. البته علما برای همین اجرشون زیاد است، برای همین که علما از مردم عامه دیده زیادتر خون جگر میشن. علما خون جگر شده وفات میکنن. با مانند امام بخاری خون جگر شده و وفات کرده بود. ابن جریر طبری خون جگر شده و وفات کرده بود. ابو حنیفه خون جگر شده و وفات کرده بود. احمد ابن حنبل خون جگر شده و وفات کرده بود رحمه الله. ابن تیمیه در زمانش در درون ترمه خون جگر شده و وفات کرد. ابن ابی العز حنفی خون جگر شده به ازن فرزند وفات کرد. ابن القیم الجوزی خون جگر شده و وفات کرد. بسیار علما خون جگر شده و وفات کردند. امروز صدها علمای اهل سنت است در درون ترمه خون جگر شده وفات میکند. اما شما مردم عامه بیخبر هستید، نمیفهمید، نمیخونید، پروا ندارید، فقط به گپای بیهوده مشغول هستید. برای همین ما میگیم که مردم فتنه را بس کنید، طالب علم کتی همراه باشید، علما کتی همراه باشید. وقتی که طالب علم یک سخن گفت در اساس حدیث و قرآن گفت، در اساس سخن علما گفت، لیکن تو به معقول نشد، صبر کن، طاقت کن، به فتنه داخل نشو. آخر این طالب علم حدیث متفق علیه گفت، اجماع را گفت، با چی گوید دیگر؟ غیر از قرآن و سنت و اجماع دیگر یکون چیزی میگفتگی است؟ با چی گوید بار دیگر؟ در این حالت به تو شیطان میوید، فتنه میکند. مبارزه حق و باطل وزنین است، شیطان کمینگاه دارد. در این حالت سمعنا و اطعنا گو، به قرآن و سنت صبر باش، صبر کن، دعا کن که از فتنه بیرون شوی. وگرنه اگر بی‌پروانه ولا این طرف اون طرف روی، گمراه میشی، صدها نفر دیگر گمراه میکنی به خودت. ای مردم، این بسیار مردمی که به ما حاضر گپ زده ایستاده است، نمیفهمد که مصلحه مفسده به اصول دین ربط ندارد، اما دیگر مسائلی که به اصول دین ربط دارد همیشه به مصلحه و مفسده کار میکنه. مثلا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله در زمان خودشون، نه فقط عمر بن عبدالعزیز، بعد از عمر بن عبدالعزیز هارون الرشید بگیم. هارون الرشید، من خطا کردم، عمر بن عبدالعزیز خطا کردم، معذرت خواهی میکنم. هارون الرشید و بعد از هارون الرشید بسیار حکومت‌های دولتی اموی، پیش از اموی و بعد از این عباسی، به خصوص عباسی، به دولت رومی ها پول میپرداختند، پول میدادند، پولای کلان، میلیون ها، به امروزه دلار اگر نظر کنید میلیون ها دلار میدادند که میگفتند که ما به شما پول میتیم، موقعی جنگ نکنید، دگوار میکند، صلح. نام این را چی میگفتند؟ هدنه. در تمام کتاب فقهی مسئله هدنه وجود دارد. وقتی که یک کشور مسلمان، وقتی که تو زورت تو قدرت نداری، زورت نمیرسد، تو به همه اعلان جنگ نکن،
کودک زور نگیر، ترغینت میکند، نابودت میکند، میدت میبرونه. وقتی که تو قدرت نداری، تو همین بیدگی حالتت نگه دار. دیگر کفار کتی چی میکنی؟ هدنه میکنی. هدنه همین که بیاید ما به شما 10 سال جنگ نمیکنی، بیاید به شما مثلا 20 سال جنگ نمیکنی. گفتنی دگوار در اسلام وجود داره. حتی پول میپرداختن، پول، مبلغ میلیون ها دلار میپرداختن، میگفتن که ما هر سال به شما پول میتیم، به ما نجنگید. برای چی؟ و این مسئله در قرآن و سنت است. امروز 4-5 جاهل احمقی از کیم کجا قستگی میبرد، این سخنها رو ما گوییم، به ما میبرد میگه تو مرتد شدی، تو کافر شدی. اسلام سیاست و شرعی دارد. مردم ما، من 100% میگویم که مردم فارس از سیاست شرعی بیخبر است. بسیار برادرهای موحد ما از سیاست شرعی بیخبر هستند، از دولتداری بیخبر هستند، از حکومتداری بیخبر هستند، از مصلحه و مفسده بیخبر هستند. این جهلا فقط همین غو و هیاهوی و غلغله دارند. برای اینها فرق ندارد که چند صد مسلمان میمرد، چند صد مسلمان خونش میریزد، چی مصلحه است و چی مفسده است، فرق ندارد. اینها انمی خیلی جوانهایی که هست، اینها فقط سری امت میخرد. اگر ما مصلحه ندیده، مفسده ندیده، عاقبت ضرر ندیده، هر کار غلغل کرده درست گفتن گیریم، عاقبت چی میشد؟ عاقبت کفار به بالای تو مسلط میشد. 100 سال دیگر با ملحدین به بالای سرت آمده فرزندت ملحد میکنه. خیلی که دولت ما امارت بخارا داشتیم، بله، تا سال 1918 تا سال 1920 یعنی میلادی، یعنی 100 سال پیش ما در بخارا پایتختش همین بخارا بود. نام حکومت خیلی نام بود، امارت بخارا. اگرچه کمی آخرای این امارت بخارا رسوا شده بود، لیکن بود بالاخره. علمای حقگو نبودند، اهل سنت 2-3 نفر میگفتگی نابود کردند، آدم های عقیده دار که نبودند، بلشویکا اومد گرفت. شما فکر نکنید روس ها اومد گرفت. شما فکر نکنید که روس ها وقتی که اومد خود تاجیکا طرفدار روس ها نبودند. از درون تاجیکا طرفدار روس ها بسیار بود. از خود بنام مسلمان ها، خودش مسلمان میگفت، در درون تاجیکا بود. خود اینها برآمدند و امارت بخارا تسلیم کردند در اول، پیش از جنگ شد. چرا؟ به سبب نبودن عقیده، به سبب نبودن فهم صحیح، به سبب نبودن علما. مصلحه فکر نکردند، مفسده فکر نکردند، ضرری فکر نکردند. 70 سال انمی تاجیکستان، ازبکستان، قزاق، قرغیز، ترکمن در زیر مستملکه روس بود. گذشته های ما 2-3 طبقه هم خیلی نیست، 2-3 طبقه گذشته های ما، تا ما 2-3 طبقه، 2 طبقه بگیم، یعنی 2 اجداد ما، تعلیم گرفته های ملحدین، روزه داشتنشان ممکن نیست. در مکتب های میانه روزه را میخوراندن، نماز خوندن، مسجد رفتن، توحید گفتن کلمه اصلا نیست. تمام علمای این آسیای مرکزی را جمع کردن، بردن به سیبیر، به یخبسته شمالی، همیشه کلک کردن، همیشه قتل کردن. چرا؟ سبب چی؟ سبب این که انامین علمای اهل سنت و جماعت مردم گوش نکرد. اگر شما گوید که کنی دلیل، یکی از همین علما در همون زمان ابو معصوم خوجندی رحمه الله از مصر رفته خونده می آید. وقتی که در همون خوجند، در شهر خوجند آمده سخن حق میگوید، ضرری آینده میگوید، آینده این ملت تاجیک مسلمان آسیای مرکزی، این ملت آینده در خطری بزرگ است. شما را روس ها زیر مستملکه به میگیرد، ملحدتون میکند. بیاید قرآن و سنت که یک جا شویم گفتگینده. مردم خوجند چیکار میکنند؟ این ابو معصوم خوجندی میگیرند و ابو مسلم معصوم خوجندی میگیرند، میگن که این فلان روز دور میکشه، میگن اعدام میکنی. طالب علم اهل سنت خواستند که اعدام کنند. این انسان طالب علم اهل سنت از اینجا فرار کردند، از بین همون مردم خودشون، از قوم خودشون فرار کردند، رفتن مرغلان. در اینجا هم کفار روس خواست که به قتل رساند، فرار کردند،
به افغانستان از اینجا به مکه، در مکه زندگی کردن، بسیار کتاب ها را نوشتند و وفات کردند. و در همین یکی از کتاب هایشان نوشته هستند که وبای سرخ، لشکر روسی که در همون زمان آمده بود، بلشویکا، انمین عالم تاجیک نام این را وبای سرخ میگد، وبا کسلی سرخ میگد. و در همونجا میگد که سبب این کسلی سرخ، سبب مستملکه شدن مسلمانان آسیای مرکزی، سبب این که به زیر روس همه رفتن، از سبب علمای اهل سنت گوش نکردن، از سبب قرآن و سنت گوش نکردن، از سبب مصلحه و مفسده دینی را نفهمیدن، از سبب بیعقیدگی امروز بماندن. این غضب الله بود. معرفت کتابش هست امروز در مدینه منوره، در مملکت عربستان سعودی امروزه ابو مسلم المعصوم الخجندی را یکی از علماهای بزرگ اهل سنت میشمارند. این آدم از خجند است. 80 سال پیش، 75 سال پیش وفات کرده است رحمه الله. ده ها کتاب دارد، ده ها کتاب. مذهبی تعصبی مذهبی من خیلی، تقلید من خیلی رد زده است. بالاخره عاقبت برای چه همراه علما و طالب علمان اهل سنت باشد؟ برای آنکه علما مصلحه و مفسده میبینند. ضرر و فساد از هر کاری که میکنیم، ضرر و فساد دیده کار کردن اون. هر میگه بعضی برادر به ما میگه که دعوت به جهاد تایمیتی بشری، بعضی برادرها میگن که مصلحه و مفسده میگویی، چرا در توحید خودت مصلحه و مفسده نکردی؟ در توحید سخت گپ زدی، در توحید رسوندی، انا همه مردم جهاد عذاب کشید شریعت. میگه. چرا در توحید گپ نمیزنی؟ میگه سخت گپ زدی. میگه ببینید مصلحه و مفسده در بالای توحید وجود نداره. در باب توحید، در باب کفر بالطاغوت، در باب کفر بالطاغوت، در باب توحید، در باب انکار کفر شرک مصلحه و مفسده وجود نداره. اما در دیگر کارها مصلحه و مفسده نظر کرده شد. انا این جوان ببینید، حاضر این جوان برآمده گفته است که کی به جهاد به دعوت میکنه. بله بعضی مردم جهاد به دعوت میکنند. امروز مرحمت بعضی مخالفای حکومت تو اسلام جهاد به دعوت کرده شده است که روایت خودتون ترک کنید گفته. لیکن گپ در کجا است؟ کدام جهاد؟ سوال به جواب باید دید که به کدام جهاد دعوت کنید؟ اولا همین جهاد در کجا هست؟ انا همونجا به مردم چخیل رود. بعد از این همون کدام جماعت است؟ بعد از این چند فرقه هاست؟ همه این طالب علم علما اول باید آموزن، بعد از این جهاد به دعوت کنید. اگر تو برآمده جهاد گفتن گیری، مردم بالاخره باید فهمه که کدام جماعت. امروز حزبی های بعضی حزبی ها جهاد گفته جهاد کرده است. مثلا اگر شما گفتید که نه خطا میکنید، لیبیا نظر بکنید. لیبیا قذافی بعد از رفتن دو طرف، از یک طرف مدخلی جهاد گفته جنگ کرده است، از یک طرف حزبی ها جهاد گفته جنگ کرده است. هر دو می جهاد میکنه. اگر یک کس برای به سوی جهاد دعوت کنه، جای جهاد نگوید، راه جهاد نگوید، منهج جهاد نگوید، این خطای بزرگ میکنه. اگر یک کس برای فقط مطلقاً جهاد کنه گوید، نصف مردم میرد مدخلی جهادش وقتی میشه دونمون لیبیا به نصف مردم مرا حکومت روسیه وقتی که اوکراین به هجوم کرد، این دیکتاتور روسیه اوکراین به هجوم کرد، مثلا صوفی ها در روسیه برآمدند این کار گفتن که مسلمان ها را جهاد است. گفتن همون جهاد گفته است. همین صوفی قبوری که امروز در روسیه هست، مسلمان های گفته شده است که روید طرفداری روسیه کنید، همین کار شما جهاد گفته شده است. امروز جهاد گفته در سوریه یک چند جماعت ها هست، چی بدنش معلوم نیست. امروز طالبان جهاد گفته شده است. امروز بسیار جماعت ها جهاد گفته شده است. حماس جهاد گفته شده است. مثلا ایران در چند جا جهاد گفته شده است. کدوم جهاد تو میگویی؟ تو کدوم جهاد میگویی؟
السلام عليكم شیخ ورحمة گپ از موضوع دیگه طرف نبر، فهمیدی؟ از موضوع گپ دیگه طرف نبر شیخ. اجازه بده یک سوال ازت دارم. نه اجازه نمیتیم. الله. یک من لحظه با نوری به چرا خودت گپ اجازه نزدی نمیدی؟ سوده. با چرا اجازه اجازه نمیتیم نمیدی؟ که کجا گپ برای که زدم؟ همین خیلی میخوام. برای اینکه خیلی میخوام که اجازه نمیتیم. گپ بس است در این موضوع. این کانالی من است، من خودم گپ زود دارم میکنم. از کدوم موضوع من بیرون شدم؟ من اصلا به تو گپ نزده ایستاده بودم. من یه با این مردم مردمی که اینجا هستن پیدا گپ زدم. چنین آیت های کتمان جهاد کرده است. در کجا کتمان جهاد کرده است؟ بیا مردک باشه مرا باز بک گپ بزن مرد. همین کی او دلیل نکنین برایت گپ زند که پیش از جهاد اول توحید است یا اول جهاد است. اگر گوید که اول توحید است، مرحمت توحید اسما و صفات به کمتر گپ زند چی؟ امروز ما میبینیم که اوزیری ها ما رو طعنه زده شده است. بعض گروه های اوزیری به نام جهاد میکرده است، ما رو طعنه زده شده است که شما جهاد نمیکنید، شما به سوی جهاد دعوت نمیکنید، شما گمراهید. لیکن خودش اوزیری قبوری است. مشرک مسلمان میگه کدوم جهاد؟ وقتی که تو مشرک مسلمان میگی آیا جهاد تو قبول است؟ اصل توحید است. مردمی که توحید نمیدوند برای وی جهاد هیچ چی لازم نیست. مردمی که یک چیز خوب دانید، کسی که توحید نمیدوند، کسی که مشرک مسلمان گفته میگردد، کسی که آزر المشرک است، کسی که عقیده جهمی است، یا کسی که در باب اسما و صفات الله در بالا بودنش انکار میکند، جهاد و جهاد نیست و نامعقول کرده است به همین جهادش. کسی که دموکراسی گفته می جنگد، کسی که عقیده این است که الله در بالا بودنش انکار میکند، صفات های الله انکار میکند، مشرک مسلمان میگه، برادر مسلمان میگه، این آدم جهاد گفته هزار بار گفتم نامعقول کرده است. این یک گمراه است. این رفته جهاد کرده، مراد هم ما این شهید نمیگه. فراموش نکنید. این مسئله شوخی نیست. پیامبر پیش از اینکه صحابه که رفته جهاد کنند، اول 14 سال صحابه ها را تعلیم داد. 14 سال توحید تعلیم داد. توحید به کدام مردم ما جهاد گفتیم؟ به همون مردم تاجیکی که الله در بالا بودنش حالی نمیدارد، لا اله الا الله معناش نمیدارد، من این مردم رفته جهاد گویم؟ مگر پیامبر صلی الله علیه و آله اولین چیزی که دعوت میکنید لا اله الا الله نگفتن. پیامبر صلی الله علیه و آله معاذ ابن جبل رو به یمن فرستادن، گفتن یا معاذ انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. ای معاذ، تو میری به یمنی ها این مردمی هستند که اهل کتاب هستند، یعنی یهود و نصارا. یعنی ببینید پیامبر مردم اول آموختند که مردم چه خیلی مردم است. گفتن تو به نزد همین مردم میری که مردم اهل کتاب است. اولین چیزی که تو دعوت میکنی این مردم به چی باشد؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اینو بفهمون. فانهم اطاعوا لذلك. اگر این مردم لا اله الا الله قبول کردند، فهمیدند، بعد از این علمهم، روایت به اخبرهم، افترض علیهم 5 صلوات میگه، برای اینها فرض شده است 5 وقت نماز در یک شب یک روز، فی یوم و لیله، در یک شب یک روز 5 وقت نماز فرض شده است. اول لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد از این 5 وقت نماز. اگر نماز قبول کردن، بعد از نماز میگه فعلمهم ان الله افترض علیهم صدقه تؤخذ من اغنیائهم و تعطى لفقرائهم. الله به اینها فرض کرده از صدقه رو، یعنی زکات رو، از بوی ها گرفته می شود، به قنبغل ها داده می شود. پیامبر مگرم دعوت معاذ ابن جبل رو تعلیم ندادن که معاذ ابن جبل چگونه دعوت میکنه. ما از این حدیث چی میگیریم؟ از این حدیث میگیریم که هر یک قومی که ما به قوم دعوت میکنیم، اول میبینیم همه موحدین باشند، همه اهل سنت و جماعت باشند، این مردم برای درباره کله اسلام سنی گپ زدن، کله بالاترین اسلام درباره جهاد گپ زدن. مردم خودش مسلمان بگوید نماز نمیخوان. همه تاجیکا با خبرید که چقدر آدم
در تاجیکستان خودش مسلمان میگه نماز نمیخونه. مردم خودش مسلمان میگه عقیدهش در باب اسما و صفات این است که الله در بالای آسمان نیست، الله در همه جا است. عقیدهش این است که اهل سنت مجسمه هست. نیم زایدش قبوری صوفی غلات است. این نیم زایدی دیگرش از دینش روی گردانیدگی است. این مردم به رفته کدام به عقل درباره جهاد گپ میزنه؟ این مردم به درباره لا اله الا الله گپ نزده، محمد رسول الله گپ نزده، نماز نفهمونده، حکم نماز نفهمونده، مردم نمازخوان نکرده، این مردم به مسئله اصول نفهمونده، این مردم خیره نه جنگ ببردی. نصرت آیا از جانب الله است یا که نصرت از سبب مردم صفی توی زیاد شدنش است؟ والله تمام روی دنیا را جهاد به دعوت کن، لشکر کن، بر به نماز، به نماز، به عقیده، به عقیده، دموکراتی، علمانی، صوفی، رافضه، قبوری، اشعری، ماتریدی، این گمراه ها را بر لشکر کن. گوما 1 میلیون لشکر دارم. باور کن نصرت الله به تو نمی آید. مبنی وقتی کم به تار و مار و نابود میشه. برای چی؟ برای که نصرت الله همان وقت به مسلمان ها می آید که مسلمان ها عقیده داشته باشند، لشکر عقیده داشته باشد. الله سبحانه و تعالی وقتی که درباره جنگ بدر صحبت میکنه چی میگه؟ 1 بده صحبت میکنه. 1 بده 1 نفر میگه برابر 10 نفر. اما میگه انا کن دیدیم که شما ضعیف هستید. میگه انا کن دیدیم که شما ضعیف هستید. یعنی 200 نفر 1000 نفر که روبرو میکرد الله. اکنون دیدیم که میگه شما کمتر ضعیف هستید. 1 به 2 میگه. الله در قرآن گفته شده است به سبب ایمان و اخلاص الله اول 1 به 10 گفت و بعد از این 1 به 2 گفت. 1 مسلمان 2 کافر که روبرو میشد. امروز چی؟ وقتی که اشعری در صف تو باشد، ماتریدی در صف تو باشد، الله در بالا بودنش انکار کند، عقیده اهل سنت مجسمه گوید، تو را کافر گوید، تو این کتی جا که رفته جهاد میکنی؟ چی میشه عاقبتت؟ نصرت الله همین است. نصرت الله به تو چه خیلی است. برای همین یکی از علامه های اهل سنت سلیمان ابن حمدان رحمه الله میگه که الله صحابگان را به یک چیزی اونها نصرت داد. خوب دقت بدید. نه به عدد، نه به عدد. ما عدد داریم و عدد داریم. عدد و عدد. عدد شماره. عدد لباس های جنگی و اسلحه های جنگی. صحابگان نه عدد داشتن نه عدد داشتن. صحابگان از نظر عدد در همه جنگ ها از کفار مشرکین کم بودن بجز در یک جنگ هنین. یک جنگ هم بسیار 12000 نفر بودن، کمی خرسند بودن که قریب شکست خوردن. ببینید یک نه در دیگر باقی مونده جنگ ها صحابه ها همیشه کم بودن. سبحان الله. یعنی عددشون همیشه کم بود. انا کنون از نظر لباس و اسلحه جنگی عدد صحابگان همیشه لباسشون از لباسی فارس، لباس جنگی یراق جنگیشون از لباس جنگی یراق جنگی فارس و روم، لباس جنگی صحابگان کمتر بود. لباس های آهنین، شمشیر و این چیزاشون کم بود. فارس ها در جنگ فیل استفاده می بردن، شیر و پلنگ استفاده می بردن. لباس های خیلی جنگی پیشرفته داشتن. رومی ها همچنین لباس های جنگی و خیلی تاکتیکای 100 ساله و 1000 ساله داشتن. صحابگان بعضی از صحابگان پای لوچ بودن. همین ایزاره که ما امروز چی میگیم، ایزار عربی پوشیدگی، کته پوشیدگی، در دستشون یک شمشیر، بسیاری اونها در بدنشون یگان لباسی آهنین نداشتن. عددشون 10,000 کمتر بود. جنگ معتر ببینید 400,000 نفر شکست دادن. یک عددی کم 30,000 نفر 400,000 نفر، در روایت 200,000 نفر. 30,000 صحابه 400,000 یا 300,000. چرا؟ سوال چرا؟ عدد کم، لباس جنگیشون کم. برای اون که انا کن جای نقطه اساسی ببین، برای اون که صحابگان
از جانب ایمانی الله را راضی کنانیده بودند. الله از فهم صحابگان، از ایمان صحابگان، از اعتقاد و عمل صحابگان، از اخلاص صحابگان راضی شده بود. از همه چیز مهمترین در دینداری صحابگان که الله از اون راضی شده بود و به خاطر همین نصرتشان داد، الولاء والبراء بود. الولاء والبراء بود. الولاء والبراء بود. تا روزی که مسلمان ها عقیده فهمیده در اساس عقیده الولاء والبراء نکنن، نصرت نمییابند. والله جماعتت 100,000 تشکیل کن، 1,000,000 تشکیل کن، 10,000,000 تشکیل کن، تمامی راههای پیشرفته بگیر، اما تو عقیدتاً خوب نباشی، الولا و البراء در اساس عقیده، در اساس قرآن و سنت و فهم سلف این امت نباشد، بعد از 2-3 سال میبینی که با شکست خورده ای، با پراکنده ای، در بینت اختلاف است، کشاکش است. سببش چی است؟ سببش این است که شما در توحید یک دسته نیستید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نیستید شما در مسئله العذر بالجهل انیق نیستید. مثلا عذر المشرک شاید انیق نیستید، شاید اشعری، ماتریدی، انا همچنین جماعت ها را جهاد دعوت کردی، همه یک جای شدی، چی میشه اخری کار؟ اخری کارت چی میشه؟ اخری کارت رسوا میشد. برای همین برادر عزیز، البته شکست خوردن این معناش این نیست که هر کسی که شکست میخورد باطل است، نیست. اعوذ بالله، این سخنه کسی که میگه کافر میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد ظاهرا اگر نظر بکنه شکست خوردن، بله یک چند مراتبه صحابگان در جنگ‌های بعد از این در بین خودشون اختلافات شد. اگر اختلاف بین خود به شکست نظر کنید، حضرت علی به معاویه، حضرت علی به خوارج و غیره. بعد از این مثلا دولت نجد که محمد بن عبدالوهاب ساختن، 2 مراتبه زده به بیخ ریشش نابود کرد. شکست خوردن، نابود شدن، این دلالت به گمراه شدن نیست، گمراه بودن نیست، اما نصرت یافتن و پایبند در نصرت ایستادن، این از اولش اساسش الولا و البرا است. اساسش الولا و البرا است برادر عزیز. و الولا و البرا به عقیده به وجود نمیاد، به توحید به وجود نمیاد. تو الولا و البرا در اساس چی میکنی؟ در اساس آیت قرآن، بله موالات میکنی، دوستی میکنی و دشمنی میکنی. الله کسی که در بالای آسمان گفت این برادری تو از دوستی میکنی، کسی که گفت که نه الله در بالای آسمان نه، الله در همه جو. الله را کسی در بالای آسمان گوید این مجسمه بت پرست است، گفت کسی همین سخنه، آیا به او موالات کردن تو درست است؟ به او یک جا شدن درست است؟ یک کس میاد به صف تو عقیده علمانی دار، آزادیخواه علمانی لیبرالی دموکراتی دارد، به این چخل پیش میری. یک کس هست در جماعت تو آذری است، مشرک مسلمان میگوید. یک کس هست در جماعت تو رافضه های عامه، مردم عامه رافضه را برادر مسلمان میگه. تو چخل به این خیل مردم که یک جا میشی. انا اکنون من به تو میگم که مردم تاجیکستان، این مردم تاجیکستان مگر همشون اهل سنت شده درجه بالای این مسائل میفهمیدگی شدن که کله بالاترین ما مسئله به دعوت کنیم؟ نه، مردم آخر مردم ولی نفهمیده شدن لا اله الا الله، نه لا اله الا الله فهمیده شدن. افغانستان که بسیاری مردم فکر میکرد که افغانستان 100 سال است که جنگ میکند، و ضد روس جنگ کرد، شکست داد، انگلیس شکست داد، امریکا شکست داد، این شکست داد و شکست داد، خندش زند همش شکست داد. لیکن یک بار افغانستان، علمای افغانستان، طالب علمان افغانستان یک بار سنجیده برآید که عقیده اهل سنت در کدام درجه است. عقیده صاف، عقیده اهل سنتی که در اساس همون عقیده نصرت الله به شما می بیاید، در اساس همون عقیده شما خار و زور نمیشوید. یک بار علما و طالب علم سنجیده برآید که در این ولایت های افغانستان کدام عقیده منتشر است، کدام عقیده نصرت الله. به قبوری شدن نصرت الله میاد، به رافضه شدن میاد، به علمانی شدن میاد، به حزبی شدن میاد. اگر نه بگوید به اشعری به ماتریدی شدن میاد، نه باشد نظر بکنید که در افغانستان
چقدر مردم اهل سنت و جماعتی که قرآن و سنت را به فهم سلفین امت فهم چقدر است؟ وایمه نکنید، کم است، کم است. برای همین این علما نظر میکنند که این مردمی که در این مردم میلیون ها مردم از یک جانب جهمی شده هستند، این مردم توحید باید دعوت کرده شد. اول وظیفه علما این توحید به دعوت کرده است. اساس چیز توحید است. لیکن افسوس بچه های جاهل، بچه های یاش، بچه های بی علم، جوان های جوهلا علمی که ندارند به همین واسطه دشمنی به حق، دشمنی به طالب علم، دشمنی به مسلمان ها میکنند. در بین موحدین جنگ ایجاد میکنند، از درس خواندن مسلمان ها مردم دور میکنند، اما خودشون بیخبرند. در همه دور و زمان اولین کسایی که پیش توحید میگیرد همین آدم های جاهل است، دعوتگران جاهل و همین جوان های جاهل. اگر همین جوهلا نباشه مردم زودتر میفهمند توحید. خیر است انشالله. با همین صحبت ما به پایان میرسانیم. من اصلا اینقدر زیاد صحبت کردن مقصدم نبود، خیلی زیاد صحبت کردم. این شبم قریب که روز شد، وقتی عبادت است، وقتی ذکر است و دعا هست. لیکن امیدوارم که یگان چیزی رو به برادرای اهل توحید رسونده باشم و مقصد اساسی سخنی، اگر همه سخنی من مختصر بکنید، سخنی من این است که برادر عزیزم اشتباهکاری نکنید. برادر عزیزم هر کاری که میکنید مصلحه و مفسدش فکر کنید. برادر عزیزم شما فقط خودتون فکر نکنید، دیگر مسلمان ها هم فکر کنید. یک نفر یک کار میکنید، مردم دیگر بیچاره را فکر کنید، مسلمان ها را فکر کنید. برادر عزیزم هرگز آموختن توحید پس نشمارید، به اهمیت نشمارید. اساس نمین است، اساس توحید است، نصرت الله به توحید است. بارک الله فیکم. دعوت محمد بن عبدالوهاب یک بار به زیر چشم بیارید. اول اومدن دعوت کردن، بعد چی حدث شد؟ دعوت نکرده هیچ کس هم هیچ کار کرده نمیتواند. مسلمان باید اول علما از دین خودش با خبر باشه. برادر عزیزم زیرک باشید، ساده نباشید. به هر شبهات، به هر فتنه یک باره قبول کننده و یک باره بردارنده فتنه نباشید. والله فتنه امروز که آمد فکر نکنید که به همین به پایان میرسد. والله فتنه در آینده باز سخت‌تر است، فتنه در آینده باز وزنین‌تر است. والله اعلم. چخیلی که پیامبر میگویند هر زمانی که از من دور شدن میگیرد بدتر شدن میگیرد. ما چقدر به زمان آخرت نزدیک شدن بگیریم همون قدر فتنه سخت شدن میگیرد. در همین اساس میگیم که فتنه در آینده باز میآید. دینتون را خودتون آموزید، یقین کنید دین شما را کسی نمیدارد. مسئول دین شما کسی دیگر نیست. مسئول دین شما من نیستم. به من نگوید که برادر دین ما را حفظ کن. بله من اگر توانم به قدری استطاعتم شبهات را رد میزنم، مثلا حق بیان میکنم. لیکن پیش از همه هر یک بنده مسلمان خودش وظیفه داری دین خودش است. دین تو است، مسئولیت به گردن تو است. جنت تو پگر رفتن میخواهی، تو رضایی الله میخواهی. چرا به دینت بی‌پرواگی میکنی؟ چرا هر یک سخنی شبهات گوش میکنی؟ شما میگید که فتنه، بله در زمان پیامبر فتنه بود. برادرم پیامبر در زمانشون پیامبر طعنه زده بودن. زنی پیامبر فاحشه گفته اعوذ بالله طعنه زده بودن تا حاضر رافضه های کفار این گپ میگن. این فتنه ها بود میشد. برای همین ما پایبند در همه حالت پایبند به قرآن، سنت، فهم سلف این امت میستیم و ما در مسائلی که اصول دین نیست، در دیگر مسائل سیاسی، مسائلی که به مقاصد شریعت تعلق دارد، مسائل احکامی که اجتهادی سیاسی بر ربط دارد، در این مسئله همیشه مصلحه و مفسده را نظر میکنیم.
همیشه الله هیچ نوع میکنه شما رو. برادر عزیز، از این به بعد از این فتنه ها خودتون رو دور بگیرید. هر کسی که تکفیر میکند میکند، هر کسی که رد میزند میزند، هر کسی چیکار میکند میکند. ما ان در روز قیامت به الله سبحانه و تعالی وقتی که رفتیم روبرو شدیم بیان میکنیم که ما چی گفتیم، اینا چی گفت، مقصدی ما چی بود، مقصدی اینا چی بود. همین گپ. کسی میخواد همین است، نمیخواد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کسی میخواد همین است و کسی نمیخواد. ما هیچ کس راضی کنندنی مقصد نداریم. هیچ کس راضی کنندنی نداریم بجز رضا کردن الله سبحانه و تعالی. بجز رضاگی الله سبحانه و تعالی دیگر رضاگی به ما راضی نیست.